الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران محترم و خواهران محترمه، الله سبحانه و تعالی همه شما را در راستای دین مبین اسلام سربلند و سرفراز بگردانه. لطف مرحمت الله سبحانه و تعالی است که باز هم در کنار شما برادران محترم قرار داریم. الله عزوجل برای همه ما و شما توفیق عطا بکنه تا بتانیم در راستای دین مبین اسلام قدمهای خود را ثابت بگردانیم، تا بتانیم که الله سبحانه و تعالی را از خود راضی بسازیم. برادران محترم، زندگی من و شما موقت است و در این دنیا به خاطر امتحان ما آمدیم و در این دنیا به خاطر امتحان آفریده شده ایم. الله سبحانه و تعالی هدف خلقت بشر را در کلام ذکر میکنه که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسان ها و جنیات را مگر نیافریدیم برای چی؟ برای عبادت، که الله عزوجل عبادت بکنن، حاکمیت مطلقه رب الجلیل را در کره زمین میخکوب بکنن. هدف خلقت من و شما معلوم هست. باید هر بنده باید مسیر خود را باید بدانه هدفش چیست. الله سبحانه و تعالی هدف را میبینه و در روز قیامت الله سبحانه و تعالی عقیده ما و شما را میزان میکنه. اگر عقیده ما درست بود، عقیده ما صحیح بود، ان شاء الله تعالی در وقت ذلك الفوز العظیم، ذلك الفوز الكبیر می باشد. وقت کامیابی است، قسمی که الله عزوجل در کلامش میرباری میکنن و آخرین منهم لما يلحق بهم وهو العزیز الحکیم. اشاره است به طرف کی؟ به طرف سلمان فارسی است. از نسل ازی کسایی میآیند سبحان الله این دین الهی را میخکوب میکنن. ان شاء الله تعالی ما از همون نسل سلمان فارسی هستیم باذن الله سبحانه و تعالی. این دین برای من و شما امانت است. برادران محترم، در طول چند وقتی کشمکش ها و جنجال ها و نزاع در بین بعضی از دوستا افتاده، الله سبحانه و تعالی ما و شما را به حق استوار و ثابت بگردانه. حق همیشه پیروز است و از آدم تا خاتم جدال اختلافات بین حق و باطل بوده، همیشه بوده و تا به روز قیامت دوام داره. حق معلوم است، مثل آفتاب واری روشن است. هدف ما است که ما تا بتانیم اما اصل و اساسی که در قرآن نهفته هست و در حدیث نبی صلی الله علیه و سلم نهفته هست و اجماع صحابه است، او را خدمت شما بازگو بکنیم. چرا نص قرآن است. اگر اختلافات
پیدا کردین فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگر اختلاف پیدا کردین به قرآن و سنت رجوع بکنین. علاج امراض من و شما قرآن و سنت است. قرآن و سنت مشکلات ما و شما را دور میکنه. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما واقعا به الله سبحانه و تعالی و روز قیامت ایمان داشته باشین، اگر ایمان نداشته باشین دفع شوید، گم شوین از نزد من. بنا به خاطر از اینکه امی کشمکشایی که راجع به مسئله عذر بالجهل ما و شما داریم، حتی زیادی دوستایی فکر کردن که اصلا ما در اصل یعنی در عذر بالجهل ما هیچ کس را عذر نمیتیم. سبحان الله. یعنی هدف ما این است که ما کوشش بکنیم بعضی تناقضاتی که وجود داره او را برطرف بسازیم. این هدف ماست. این معنای زیر نداره که مثل که یک پهلوان یکی را میخوابانه و یکی را بخوابانه، یکی را ایستاد که به این شکل نیست. مسئله خواباندن و مسئله پراندن و مسئله شکستن نیست. این مسئله بنیادی است، مسئله عقیده است که بنیاد یک انسان خراب میشه، بنیاد یک مسلمان خراب میشه. چرا؟ الله سبحانه و تعالی در روز قیامت به طرف ما نگاه میکنه که اگر عقیده ما درست و سالم بود، شرک و کفر در عقیده ما نبود، ان شاء الله تعالی روانه جنت میشیم. اگر در عقیده ما کفر و شرک بود و اعمال بیشتری کردیم و اعمال ما مملو از کفر و شرک باشه، در وقت ما نمیتونیم که الله سبحانه و تعالی را از خود راضی بسازیم و ما نمیتونیم که مسیر ما به طرف جنت شود. همین کشمکشایی که وجود داره، آیا جهل در شرک اکبر عذر است یا نیست، و در اینجا اقوال علما و ائمه سلف در ارتباط چی گفته و کلام الله مجید و رسول مقبول صلی الله علیه و در ارتباط چی گفته، ان شاء الله تعالی خدمت شما عرض میکنیم دوستای گرامی. و کوشش کنیم دوستا برادرایی که سوالاتی که داشته باشن بر از اتمام درس بعدا میتونین بالا راحت بیاین. کسایی که موافقین است، کسایی که مخالفین است، راحت این استودیو از شماست، ولو که هر کسی بوده باشه راحت بیاین بالا سوالاتتان بکنین. بسیار احترامانه وقت داده میشه، نه نزاع، نه جنگ، نه جدال، هیچ. 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت چقدر که وقتی که ضرورت دارین برای شما داده میشه، راحت بیاین صحبتتان بکنین. ان شاء الله ما باذن الله سبحانه و تعالی فی سبیل الله تا صبح بیدار میباشیم، تا صبح بیدار میباشیم. به خاطر شما عزیزان، به خاطر شما موحدین رهروان راه حق، واقعا سردمداران مکتب توحید اسلام همیش بیرقش بلند است. همیش این کوهایی که در پشت سر میبینین اینجا بیرقش را میخکوب میکنن همیش ان شاء الله باذن الله. ولیکن ما هدف ما است که کوشش بکنیم که آن چیزی که تناقضات که در بین ما وجود داره او را ما از خود برطرف بسازیم. و مهمان امشب ما شیخ الفاضل ابو محمد المدنی حفظه الله و برادر بزرگوار ما هستن که ما که موضوعات را که در پیج ما نشر کردیم، ان شاء الله موضوع اول و دوم ان شاء الله شیخ بزرگوار امشب خدمت شما تقدیم میکنه. دوستای گرامی نزاکت را مراعات بکنین، چی برادرای موافقین است و چی برادرای مخالفین است، هیچ جنگ و جدال نکنین. برادران محترم، این خواهش بنده هست، یک دیگر خود را بدرت نگوین. این در شأن یک مسلمان نیست، چرا نص قرآن است لا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتي احسن. ای رسول الله، نیکی و بدی یک رقم نیست. بدی را به بدی جواب ندی، بدی را به نیکی جواب بدی. اگر دشمن تو هم باشه او دوست صمیمی تو میشه. این اخلاق نبی صلی الله علیه و سلم است، این نص قرآن است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم امر شده. حکم از این آیه عام است، باید این را ما در زندگی عملی بکنیم. ان شاء الله ما از شیخ ابو محمد المدنی حفظه الله خواهش میکنیم که در استودیو بیاین و صحبت‌های عالمانه خدا خدمت شما تقدیم بکنن. ان شاء الله بشنوین و سوالاتی که دارین قلمبند بکنین، نوشته بکنین، ان شاء الله جوابتان میگیرین. الله سبحانه و تعالی از شما راضی باشه. الله عزوجل همه شما را در راستای دین مبین اسلام سربلند و سرفراز بگردانه. این دعای ماست. علی از شخص تقاضا میکنیم که اونا بالا بین ان شاء الله صحبت خدا آغاز بکنن. شيخ الفاضل أبو محمد المدني، أهلا وسهلا أخي الكريم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي عزيز أبو عمر صلاح الدين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير که این فرصتی مناسبی به نهایت پرقیمت را به بنده و به دیگر برادرانی که شما را اینجا مشاهده میکنند البته که آماده ساختید و این هم یک
اجر است و این هم یک فضیلت است و این هم ان شاء الله سبحانه و تعالی به نامه اعمال شما نوشته خواهد شد و جزاکم الله خیر. ان شاء الله. من شیخ پایین میشم، شما صحبت خود را ادامه بدین شیخ. باشه شیخ. ان شاء الله سبحانه و تعالی او اعلانی که کرده بودیم و او موضوعی که العذر بالجهل در بولش باید صحبت بکنیم، از اوهسته از مقدمه شروع میکنیم و باذن الله داخل میشویم به صلب موضوع. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله او فان اصدق الكلام كتاب الله كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم که اینجا حضور دارید، بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. موضوع اولی ما مقدمه هست و بعد از این تحریر محل نزاع موضوع دوم است و بعد از این جهل و سبب پیدایش و تقسیمات و انواع او امروز صحبت ما هست. مقدمه این است که برادرانم و خواهران موحدم، اصل انسان توحید است. آدم علیه السلام وقتی که از جنت بیرون شدند و به دنیا گذاشته شدند، اصلشان توحید بود، فرزندانشان موحد بودند و اونها 1000 سال تا زمان نوح علیه السلام بعد از حیات آدم علیه السلام در حالت توحید همه زندگی کردند. از همین است که علما میگن به اجماع را نقل میکنند که اصل انسان توحید است، زیرا که آدم موحد بودند، حوا موحد بودند، فرزندانشان موحد بودند و بین اونها در اصل دین هیچ مشکلی نبود و همه یگانه الله را عبادت میکردند. آدم علیه السلام 960 سال زندگی کردند، چیزی که حدیث صحیح به این دلالت میکند و بعد از مرگ آدم علیه السلام 1000 سال دیگر روی دنیا در حالت توحید بود. پس بعد از این اختلاف به وجود آمد، انسان‌های رسم‌های پدرهای خود را کشیدند، احترام کردند و این انسان‌های رسم کشیده وفات کردند. فرزندهای اینها آمدند و رسم‌ها را احترام و بالاخره همین رسم‌ها را عبادت کردند و این رسم‌ها را به صورت هیکل تراشیدند و صنم خواستند و شرک به وجود آمد. اولین رسولی که به انکار شرک و دعوت به سوی توحید آمد نوح علیه السلام است. از همین جهت نوح علیه السلام را اولی رسول میگن، اولین رسول. نوح علیه السلام وقتی که آمد، این قومی که از قوم آدم علیه السلام نبیره های آدم علیه السلام بودند، نوح علیه السلام آنها را دعوت به سوی البته توحید کرد. پس بالعموم همه رسولانی که به این دنیا آمده اند دعوتشان به سوی توحید است. چه که الله سبحانه و تعالی در سوره نحل آیت 36 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همانا به تحقیق ما فرستادیم و مبعوث کردیم در هر امت رسول را
که این رسول وظیفه اش چی بود؟ ان اعبدوا الله، مردم را دعوت میکرد که یگانه الله را عبادت بکنید. و مفهوم مخالفه این آیت خیلی که در علم اصول فقه در نزد طالب علمان اهل سنت معروف است، نه در نزد اهل بدعت. مفهوم المخالفه حجت است که ان اعبدوا الله، یگانه الله را عبادت بکنید، یعنی غیر الله را ترک بکنید تا که مسلمان بشوید. واجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت یعنی از عبادت غیر الله اجتناب بکنید، خودداری بکنید و پرهیز نمایید. این دعوت همه رسولان بود، از نوح علیه السلام تا محمد صلی الله علیه و سلم و پیروان محمد صلی الله علیه و سلم تا روز قیامت همین دعوت رو میکنند. سوره انبیاء آیه 25 الله میگه و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. پیش از تو ای محمد صلی الله علیه و سلم یگان پیامبری را، رسولی را نفرستادیم مگر این که به او وحی کردیم و به او گفتیم که نیست معبودی بر حق بجز من، یعنی الله خودش را بیان میکند که بجز الله یگان معبودی بر حق نیست، پس یگانه کی را عبادت کنید؟ الله را. فعبدون. این آیات ها دلالت میکند که وظیفه پیامبران، مهمترین وظیفه اشون و اساس آمدنشون و اساس فرستاده شدن تمام رسولان و کتابهایشون ان همین چیز بود: دعوت به سوی توحید، ترک نمودن شرک، کفر بالطاغوت و براءت از کفار مشرکین. از همین جهت همه پیامبران قومشون را همچنین دعوت میکردند. نوح علیه السلام گفتند یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ای قوم من یگانه الله را عبادت بکنید، بجز الله شما یگان دیگر الهی حقی ندارید، معبودی بر حق غیر از الله ندارید، معبودی بر حق شما الله هست. هود علیه السلام گفتند یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ای قوم من یگانه الله را عبادت بکنید، شما دیگر اله بجز الله ندارید. صالح علیه السلام عیناً همین دعوت را کردند و گفتند یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یگانه الله را عبادت بکنید. و ابراهیم علیه السلام گفتند یا قوم اعبدوا الله واتقوه، ای قوم من یگانه الله را عبادت بکنید و از او بترسید. پس این دعوت همه پیامبران بود، دعوت به سوی کلمه لا اله الا الله و تحقیق این کلمه و تطبیق این کلمه و بارک الله فیکم انجام دادن رکنها و شرطها و طلباتهای این کلمه. این دلالت میکند که توحید اساس است. این دلالت میکند که توحید اساس است، اصل است. از همین جهت شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله گفتند اعظم ما امر الله به التوحید و اعظم ما نهى عنه الشرك. بزرگترین امری که الله سبحانه و تعالی بنده هایش را کرده است این توحید است و بزرگترین نهیی که الله سبحانه و تعالی به واسطه همه رسولانش و همه پیامبرانش کرده است این شرک است. بارک الله فیکم. پس این همه آیات ها و حجت ها به من و شما میفهماند که هر مسلمان باید از دعوت همه رسولان با خبر باشد، باید از اصل دین که این اصل همه دین پیامبران بود با خبر باشد. این توحید و این یکتاپرستی است. خیلی که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه، حدیث صحیح امام بخاری روایت میکنند، آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ان ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الانبیاء اخوه و دینهم واحد و امهاتهم شتى. پیامبران برادر همدیگر هستند و دینشون یک است و مادرشون البته که گوناگون است، همه مادر خود را دارند، اما دین پیامبران یک دین است. دین همه پیامبران این اسلام است که همین اسلام توحید است
و ترک شرک است. بدون توحید و ترک شرک و کفر بالطاغوت اسلام به وجود نمی آید. سبحان الله. پس این قرنهای زیاد، 10 قرنی که خود آدم زندگی کردند، بعد از آدم باز 10 قرن دیگر همه موحد بودند. از زمان نوح علیه السلام شروع شد دعوت به سوی توحید و دعوت به سوی ترک شرک و بالاخره تا زمان ابراهیم علیه السلام باز 10 قرن دیگر، چلی که حدیث صحیح به این از روایت ابن عباس دلالت میکند. و این چنین بعضی از علما صحیح کردن که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که یک انسان پرسید که آدم علیه السلام آیا پیامبر بودند؟ پیامبر میگن که بله. و سوال میکند که از آدم تا نوح چقدر وقت بود؟ پیامبر میگن 10 قرون، 10 قرن. و ابن عباس میگن که در همین 10 قرن همه موحد بودند. پس دعوت همه پیامبران به سوی توحید است که ما باید همین توحید را بیاموزیم و به جا بیاوریم. بیاموزیم با حضور قلب، با سوال دادن و با قرائت و بغیر از راه‌های آموختنی که وجود دارد. اما در همه امت از نوح علیه السلام تا امت محمد صلی الله علیه و سلم البته که یک انسان‌هایی بودند که خود را به امت پیامبر نسبت می‌دادند اما به شرک واقع شدند. و این چیز بود در هر یک امت بود. امت آخری پیامبران از سبب از پیامبر دور شدن به شرک واقع می‌شدند. چه که نبیرگان آدم از آدم علیه السلام دور ماندند و به شرک واقع شدند. نوح علیه السلام آمدند و بعد از نوح اینچنین باز که زمین همه به زیر آب رفت، همه موحد شدند، اما آهسته آهسته تا زمان حضرت ابراهیم باز شرک به وجود آمد. حضرت ابراهیم آمدند، مشرکین را تکفیر کردند و موحدین را موحد گفتند و ملت ابراهیم معروف است. سوره ممتحنه آیه 4. و بعد از ابراهیم علیه السلام دیگر پیامبران و محمد صلی الله علیه و سلم در آخر این پیامبران آمدند. خلیل الله صلی الله علیه و سلم همون امت ابراهیم علیه السلام را که به شرک واقع شده بودند دعوت به سوی توحید کردند. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که امت من هر قدری که از من دور می شود آخرش می آید همان قدر به مشکلی ها دچار می شود و پیروی از همون امتی گذشته می کند و به شرک واقع می شود. چخیلی که در حدیث صحیح آمده است که پیامبر میگن لتتبعن سنن من کان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع. حتما شما پیروی میکنید از همون امتی گذشته، وجب به وجب و ذراع به ذراع. الله المستعان. پس امروز ما میبینیم که کسای زیادی هستند که خود را به امت محمد صلی الله علیه و سلم نسبت میدهند، اما به همون خلافکاری که امتهای گذشته دست زده بودند اینها دست زدند. به همون خلافکاری که قوم نوح دست زده بودند و اولیا و صالحین خود را عبادت کردند، امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم را که خود را انسانهایی که به امت نسبت میدهند عیناً همون فعل مشرکین قریش را انجام میدهند. عیناً همون فعل مشرکین نوح زمان نوح علیه السلام را انجام میدهند. اونها هیکل را عبادت میکردند و آدمهای صالح خود را مثل هیکل میتراشیدند. اما امروزه انسانهایی که خود را به امت محمد صلی الله علیه و سلم نسبت میدهند اینها فقط قبر میپرستند. اما نتیجه همون است که اینها هم آدمی صالح میپرستند، اونها هم آدمی صالح میپرستند. این یک مقدمه هست و این مبارزه هست. شما فهمیدید که از اول این دنیا تا امروز مبارزه وجود دارد. مبارزه حق و باطل، مبارزه لشکر توحید و لشکر شرک. کسانی که پیروی از فرموده های الله میکنند و کسانی که فرموده شیطان را پیروی میکنند. و بالاخره شیطان نقشه خود را، شاگردان خود را و البته مشرکین را به بین امت محمد صلی الله علیه و سلم به هر واسطه انداخت. و این از سنت الهی بود که
البته که وجود دارد. اما وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما این است که مختصرا پیش از به موضوع دوم داخل شدن میگویم چی خیلی که همه پیامبران آمدند و مشرکین زمان خود را مشرک گفتند و دعوت به سوی توحید کردند، وظیفه ما هم مشرک را مشرک دانستن است و مشرک را مشرک گفتن است. بارک الله فیکم. زیرا که کسی که شرک اکبر را انجام میدهد و کفر اکبر را انجام میدهد و این شرک اکبر و کفر اکبرش ظاهر است، این مسلمان نیست. بارک الله فیکم. پس موضوع دوم ما تحریر محل نزاع است. اینجا شما میفهمید که چرا ما به این موضوع داریم صحبت میکنیم. امروز هم هستند کسایی که خود را وانمود میکنند و میگویند که ما در منهج سلف صالح هستیم. حتی خود را نترسیده سلفی هم میگویند و بعضشون اهل سنت و الجماعت میگویند، پیروی از سلف داره میگویند، اما جهل را مطلقاً عذر میدانند. مطلقاً هم در مسائل ظاهر شرک اکبر و کفر اکبر و هم در دیگر مسائل. وقتی که در مسائل ظاهر شرک اکبر و کفر اکبر جهل را عذر دانستند، این دلالت میکند که جهل را مطلقاً عذر میدانند. و امروزه مشرکین را میگن که مسلمان است. اگر مسلمان باشد پس موحد است. پس اینها دعوا دارند که اگر موحد مسلمان باشد در ملت ابراهیم علیه السلام است. والعیاذ بالله. از همین جهت کشمکش ها بین حق و باطل به وجود آمد و این البته خیر است و سبب تحقیق نمودن شما و سبب فهمیدن حق می شود. اما بیایید مسئله را تحریر بکنیم. تحریر محل النزاع. محل نزاع را از محل اجماع یا که از محل اتفاق جدا بکنیم. محل بارک الله فیکم اتفاق و اختلاف را ذکر بکنیم. اولا جمله تحریر محل النزاع، تحریر کردن محل نزاع چی معنی دارد؟ معنایش والله اعلم شاید مخالفین از این جمله که خودشون بسیار استفاده میبرند به خبر هستند، با یک چند طریق بیان میکنیم که ذکر الامور المتفق علیها عند الجميع ثم الامور المختلف فيها. علما میگن ذکر کردن اون مسائلی که بین ما اتفاق است، اختلاف نداریم، و بعد از این بیان کردن همون مکانی که در اونجا اختلاف داریم. یا که علمای دیگر میگن که تحریر و محل النزاع معناش این است که تعیین کردن جای معین اختلاف در بین دو طرف. ما کسانی که جهل را در شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر عذر نمیدانیم و کسانی که جهل را مطلقاً عذر میدانند، وجه اختلاف کجا است؟ بارک الله فیکم. انا همین را تحریر و محل النزاع میگم. ما حالا به شما بیان میکنیم که ما در کجا اختلاف داریم و نزاع داریم. بارک الله فیکم. اولا ما با مخالفین و عاذری ها، کسانی که جهل را عذر میدانند، اتفاق میکنیم که کفار، یهود، نصارا، بودیست، مجوس، کفار اصلی اینها کافر هستند و مشرک هستند. اما با بعضی اینها و مانند مدخلی ها اختلاف هم داریم. با بعضی از حزبی ها و مدخلی ها در مسئله تکفیر عین کفار اصلی هم اختلاف داریم، زیرا بعضی از علمای مرجعه الغلات حتی تکفیر عین یک شخص معین نصرانی را البته که بگن که این خوارجی هست، میگن تکفیر کردن عین یک شخص نصرانی و یهودی رو هم انکار کردن. چه که یک از علمای اینها طلعت الزهران ذکر میکنند. اما با این مخالفانی که در افغانستان وجود دارند، اینها میگن که بالاخره یهود و نصارا و کسانی که در ملت اسلام نیستند کافر هستند. ما اتفاق داریم، ما هم و اونها هم کافرهای اصلی را کافر میدانیم. و این چنین اتفاق میکنیم که هر یک عملهای شرکی که وجود دارد، به مانند سجده کردن به غیر الله
به مانند طواف کردن در گرد قبر، به مانند حکم کردن به حکم غیر الله، این شرک است و کفر است. به مانند دشنام دادن الله، استهزاء کردن دین، دشنام دادن رسول الله، اتفاق میکنیم ما و آذری ها که این عمل شرک است. و این چنین اتفاق میکنیم که هر کسی که دیده و دانسته علم برایش رسیده، یگان تعلیم گرفته، قرآن سنت را میداند و میفهمد، بعد از فهمیدن باز شرک و کفر اکبر را انجام میدهد، این مشرک است، این کافر است و قیام حجت به این شرط نیست. مخالفان به همین والله اعلم چی دارند؟ قائل هستند کسی که علم دارد و شرک را میکند کافر است، حجت به قیام حجت نیست. حالا که قیام حجت را خطا فهمیدن که بیان میکنیم و این چنین اتفاق میکنیم ما و آذری ها که جهل موانع از موانع تکفیر است. شما خوب دقت بدید برادران و خواهران موحدم که امروز اهل بدعت آمدند به ما اتهام میبندند و میگویند که طائفه مقابل، یعنی ما مثلا ابو محمد مدنی یا که شیخ ابو عمر یا که دیگر از طالب علمان و علمای اهل سنت، میگن که اینها جهل را اصلا موانع تکفیر نمیدانند. میگن البته ما میگیم که این بهتان است و این تهمت است و این سخن کردن از طرف مقابل به علمانه است، بلکه ما میگوییم و این اجماع همه علمای سلف و خلف است که جهل موانع از موانع تکفیر است، یکی از موانع تکفیر است. اما خوب درک بکنید وقتی که موانع از موانع تکفیر شد، معناش این نیست که جهل در همه جا مطلقاً موانع است، بلکه تفصیلات وجود دارد، تقسیمات وجود دارد که ما این را هم بیان میکنیم. پس بالاخره ما اتفاق میکنیم هم آذری ها و هم ما که جهل یکی از موانع تکفیر است. اما اختلاف شروع می شود. اختلاف میکنیم به اینکه یک انسانی که خود را به اسلام نسبت میدهد منتسب هست، وقتی که به شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر نه خفی نه احکام نه فرو، بلکه به شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر واقع شد از سبب جهل یا تقلید یا که تعویل، آیا این انسان مشرک و کافر گفته می شود یا نمی شود؟ البته که انا همینجا اختلاف بین ما و آذری ها شروع می شود. ما میگویم که اینها مشرک است، اسم داده می شود، آنها میگن که نه این مشرک نیست، این مسلمان است. این است اختلافی محل اختلاف. حالا که ما اتفاق میکنیم ما و آذری ها که خون انسان ها حرام است، مال اینها حرام است و ما بدون قیام حجت کسی را جهنمی گفته نمیتوانیم، چه خیلی که الله گفت و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، هیچ کسی را جهنمی گفته نمیتوانیم تا اینکه به او رسول یعنی حجت قائم بشود. این هم اتفاق بین طرفین است که ما بدون حجت کسی را جهنمی گفته نمیتوانیم. محل اختلاف ما بین آذری ها و ما این است که کسی که شرک اکبر را که ظاهر است و کفر اکبر را که ظاهر است، مثالش چیست؟ کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر، سجده کردن به غیر الله، در قرآن ظاهر است یا نیست؟ ظاهر است. الله سبحانه و تعالی 20 نمود و با صدها دلیل بیان کرد که سجده به غیر الله نکنید، عبادت غیر الله را نکنید. قل ان صلاتي ونسكي ومحبتي لله رب العالمين یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیر و غیره. پس ظاهر است. هر کسی که قرآن را خوند کمی فهمید میفهمد که سجده به غیر الله نیست و این از رکن لا اله الا الله هست که کسی که لا اله الا الله گفت و معنیش را فهمید باید فهمد که غیر الله را عبادت کردن درست نیست. این مسئله مسئله ظاهر است. مسئله شرک اکبر خفی نیست. در شرک اکبر خفی جهل عذر است. ما ظاهر را داریم صحبت میکنیم. در مسئله ظاهر ما میگوییم که کسی که واقع شد به شرک اکبر ظاهر اگرچه جاهل باشد به او اسم داده می شود، این انسان را مشرک گفته می شود، کافر گفته می شود. اگر در حقیقت در یک جایی باشد که به او حجت اصلا نرسیده باشد، در بالای کوه، در درون غار که نه وسایل این اینترنت و هیچ چیزی وجود ندارد، عربی را بلد نیست، یک کسی پرسیدنی ندارد، نیت و قصد خوب دارد، این انسان را ما میگیم که مشرک است، کافر است
اگر شرک اکبر و کفر اکبری ظاهر را انجام داده باشد، اما مالش و خونش حرام است و در روز قیامت الله این انسان را عذاب نمیدهد، بلکه این انسان با اهل فترات امتحان کرده می شود. چخیلی که اجماع اهل سنت است که با اهل فتره اجماع می شود. یعنی اجماع هست که اهل فتره چی می شوند؟ امتحان می شود. پس مقابلی ما میگن که نه، هر کسی که شرک اکبر را و کفر اکبر را از سبب جهل یا که تعویل یا که تقلید به عالم پیشوایش انجام بدهد، این انسان را مسلمان گفته می شود. یک غلط بزرگ در اصل دین. و بعد از این میگن که به اون باید حجت رسانیده شود، دومین خطاگی بزرگ. و بعد از این میگن که حجت را عالم باید رساند، سومین خطاگی بزرگ. که همه این سخنها سخنهای مرجعه های غلات است، نه مرجع فقها بلکه غلات. بارک الله فیکم. زیرا که همه این سخنها در منهج اهل سنت و جماعت وجود ندارد. انا همین را میگن تحریر محل نزاع. حالا فکر میکنم برادران و خواهران موحدم شما درک کردید که در کجا اختلاف است. اختلاف در مسئله شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر. اگر یک آدم جاهل واقع بشود، ما میگیم مشرک است، در روز قیامت عذاب داده نمی شود و خون مالش هم حرام است، حاجت به قیام حجت است. اما طرف مقابل میگویند که اینها مسلمان هستند و موحد هستند و معنای سخنشون همین است. تلازم المذهب، ملزم المذهبشون همین است که در ملت ابراهیم هستند و کفر بالطاغوت هم دارند. انا همین است جای اختلاف. و این چنین اختلاف دومی که ما با اونها داریم در تکفیر معین. اینها میگن تکفیر معین وجود ندارد مگرم بعد از قیام حجت. بدون قیام حجت اسم شرک به کسی داده نمیشد. و همین دو مسئله هست که ما روزهای آینده و امروز به بالای همین مسئله صحبت خواهیم کرد. محل خلافی که جهل آیا در شرک اکبر و کفر اکبر عذر هست؟ در تکفیر اسم ما میگیم که در تکفیر اسم جهل عذر نیست، اما در خون مالش جهل عذر است، در عذاب ندادنش جهل عذر است. بارک الله فیکم. شیخ مدنی جزاک الله خیر. باز همو رفرنس همو آدرس رو هم باز برای دوستا بگوین که از کدام کتاب هست که اونجا مراجعه بکنن. وقتی که شما چیزا میارین بالا فقط بعضی وقت سیاه میشه، من میدانم که مشکل دارد چیز شما، بازم کوشش بکنم ان شاء الله. الان برای شما می نماید این کتاب آمده؟ بله الان میاد. تمام ان شاء الله. در باب جهل همه این مصدرها رو البته بیان میکنم ان شاء الله. جزاک الله خیر. پس این تحریر محل نزاع بود. تحریر محل نزاع یعنی ما مکان اختلاف را از مکان اتفاق جدا کردیم. ما در کجا با اونها اتفاق هستیم و در کجا اختلاف داریم. و من بار دیگر میخواهم به برادران تاکید بکنم که ما اهل سنت و الجماعت جهل را، عذر بودن جهل را مطلقاً انکار نمیکنیم و جهل یکی از موانع تکفیر بودن را هم انکار نمیکنیم، بلکه جهل تفسیرات خود را دارد. اما شروع میکنیم بیاد به موضوع جهل. اولا جهل چیست؟ نظر بکنید به تمام کتب لغت عربی، لسان العرب یا که مجمع المعانی الجامع یا که دیگر از کتاب‌های فیروزآبادی، کتاب یکی از علمای اهل سنت که اهل لغت هستند، ببینید که میگن جهل چیست. جهل میگن عدم العلم، نبودن علم را جهل میگویند و جهل ضد علم است. خیلی که در زیر آیات هایی که لا یعلمون لا یفقهون یا که سوره کهف آیه 103-4 در زیرش در تفسیر اضواء البیان امام یکی از علامه های اهل سنت و جماعت محمد امین الشنقیطی بیان کردند و این چنین ابن جریر الطبری وفات کننده 310 هجری یکی از ملحقات سلف صالح هستند، تفسیر بهترین، و ابن کثیر، همه علما میگن که جهل ضد علم است. همین جهلی که در بالش اختلاف میشد باید بدونیم که چی است. جهل ضد علم است، یعنی جهل ندانستن است، نبودن معلومات است. البته
جهل این مصدر است، ریشه است. فعلش جهل یجهل، جهلا جهاله، جاهل فاعل، مجهول مفعول. و همین جهل بارک الله فیکم در قرآن زیاد ذکر شده است. خیلی که حالا در صفحه میبینید دلیل هایی که جهل رو ذکر میکنه، کفر جهل رو بیان میکنه. در سوره الزخرف وقتی 37 الله میگه و انهم لا يسدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. آنها باز می داشتند مؤمنین را از راه حق، راه درست، و باز می پنداشتند، گمان میکردند که آنها هدایت یافتگانند. از سبب چی؟ از سبب جهل. این جهل مرکب است. خیلی که همه علما بیان میکنند که جهل دو نمود است، جهل بسیط و جهل مرکب. علی بن خضر هم در کتاب قواعد و اصول فی الجهل ذکر میکنند، یا که جهل و التباس الحل هم ذکر میکنند و بیان میکنند که جهل البسیط جهلی که نبودن علم است. یک نمود جهل است که انسان نمیداند و خودش میداند که نمیداند، علم ندارد و با خبر است و اقرار میکند که علم ندارد. این جهل بسیط است. اما جهل مرکب این جهل است که انسان نمیداند و از جاهل بودنش هم بیخبر است و فکر میکند که میداند. انسان جاهل فکر میکند که عالم است. این رو میگن جهل مرکب. امروزه مشرکین اکثرشان جاهل مرکب هستند. زیرا که جهل مرکب چیست؟ جهل مرکب یک چیزی را بغیر حقیقتش فهمیدن است. جهل مرکب یک چیزی را الاعتقاد الجازم بما لا يتفق مع الحقيقه، اعتقاد جازم کردن به همان چیزی که موافق حقیقت نیست، مخالف حقیقت است. چخیلی که امروز مشرک ها اعتقاد جازم دارند که همون شرکشون عبادت است. پس این جهل مرکب است، زیرا که همین فکر اندیشه که دارند مخالف حقیقت است. این جهل مرکب است. این رو میگن جهل. بارک الله فیکم. پس جهل ندانستن و ضد علم است. اما اینجا نقطه رو ذکر بکنم. طرف مقابل از اهل بدعت اینها خطا رو جهل میگویند. جهل رو حتی نفهمیدند معنای جهل چی است و خطا رو به معنای جهل استفاده میبرند. ما میگوییم که الکلمات یعرف بضده. یک کلمه یعرف بضدها، به ضدش فهمیده میشود. جهل رو ما چگونه میفهمیم؟ ضد جهل علم است. پس جهل ندانستن است، ضدش علم است. خطا ضد علم نیست، خطا ضد قصد است. خطا هیچگاه به جهل در یک جا یا مرادف جهل نآمده است، هم معنای جهل نیست. خطا ضد قصد است. خطا نبودن قصد است. یک چیز رو میدانید اما از سبب قصد نکردن بدون خواست شما سبقت اللسان یا از سبب قصد نبودن به وجود می آید. این خطا است و این عذر است. خطایی که نبودن قصد است، این البته که چی است؟ عذر است. قصد یعنی قصد نکردن یک فعل. یک انسان یک عملی رو انجام میداد اما قصد انجام همون عمل رو نداشت، این رو خطا میگوییم. یک انسان نخواسته فکر میکند که به قبله به الله یگانه سجده کرده ایستاده است، اما به سوی قبر سجده میکند و نمیداند که اینجا قبری هست. این رو میگیم خطا، زیرا که قبر رو نفهمید. بارک الله فیکم. اما کسی که از خانه اش بیرون می شود و قصد دارد که الان می روم به سر قبر فلان اولیای، این قصد فعل کرد، این خطا نکرده ایستاده است. این جاهل است، به حکم همون عمل قصد فعل رو دارد. بارک الله فیکم. پس اینجا به شما بیان میکنیم و یکی از سخنهای علی بن خضر الخدیر رو میخونیم که شیخ میگوید اولا ببینید در باب جهل رو خوب فهمیدن، زیرا مسائل ما باید آشکارتر بشود. اولا النواقض والمكفرات على قسمین. شکننده های اسلام و عمل های مکفرات یا اعتقادا یا شکن یا قولا چیزهای مکفرات به دو قسم تقسیم میشه. الاول ما يعذر فيه الجاهل ولا يكفر حتى تقوم الحجة عليه. اول عمل هایی که مکفر است
عملهایی که جهل در اونجا عذر است و انسانی که به همون عمل مکفر واقع شد تکفیر کرده نمیشود تا همون زمانی که حجت به او قائم نشود. ببینید ما قبول داریم. به مانند چی؟ مثل انکار صفه، انکار کردن صفت من صفات الله، از صفاتهای الله. زیرا که یک صفتی که از بارک الله فیکم اصول دین نباشد به انکارش انسان کافر نمیشد، بلکه این جهل در اینجا چی است؟ عذر است. ان جهل اگر از جهل باشد و استحلال ما حرم الله و انکار فریضه و نحو ذلك، یا که حلال کردن یک چیزی حرام که الله حرام کرده است، یا که انکار کردن یک فریضه که الله فرض کرده است. اگر به انسان حجت نرسیده باشد، در حقیقت جاهل باشد، حرام را حلال یا که بعضی از فریضه را انکار بکند، یک بار تکفیر کرده نمی شود، بلکه جهلش عذر است، به حجت رسانده می شود. این یک نمود شکننده است که بعد از قیام حجت تکفیر کرده می شود و بعد از قیام حجت این انسان از دایره اسلام بیرون می شود. اما دومین نمود شکننده های اسلام وجود دارد، ما لا یعذر فیه الجاهل. او شکننده های اسلامی که در اون جاهل معذور نیست، و هو الشرك بالله و ما فی حکمه و هو محل البحث. انا اینجا محل بحث است. این شرک به الله است و اون چیزی که به حکم امین، یعنی شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر. در این مسئله یا در این موضوع جهل عذر نیست و هر کسی که واقع می شود اسم را می گیرد. هر کسی که به شرک واقع شد مشرک است. هر کسی که به کفر واضح و آشکار واقع شد به مانند دشمن دادن الله و رسول، به مانند استهزاء، کفر است. یا کسی که حکم به حکم غیر الله کرد کافر است، یا که قانون برآورد کافر است. چهلی که بین آیات ها و در آینده حجت ها رو بیان میکنیم. پس ما باید بدانیم که جهل به چند چیز میتواند عذر باشد. وقتی که ما جهل رو میگوییم که این عذر است یا نیست، ما باید بدانیم که جهل به چند چیز میتواند که عذر باشد یا نباشد. عذر گفته می شود جهل رو، یا جهل میتواند عذر باشد به سه چیز. چهلی که شیخ علی بن خضر میگوید العذر فی العذاب یوم القیامة و هذا اذا لم یفرط فی طلب العلم. یعنی عذر در عذاب روز قیامت. جهل عذر است، بله کسی که در حقیقت به اهمیتی نکرده باشد، در طلب علم کفت و کو کرده باشد، اما حق را نیافته باشد، در روز قیامت الله این انسان را عذاب نمیدهد، بلکه همون جاهل بودنش عذر است. و این کفر را کفر التعذیب گفته میشد و هذا یسمى بکفر التعذیب، و این را گفته میشد کفر التعذیب و هو لابد فیه من قیام الحجة علی المعدد. و در این حالت ضرور است که قیام حجت کرده شود. یعنی در روز قیامت یک انسانی که در حقیقت جاهل باشد، حرکت کرده باشد که حق را بفهمد اما حق به او نرسیده باشد، این انسان را الله به جهنم نمی اندازد، چرا که جهلش برای او عذر است. حتی اگر این کافر اصلی باشد، حتی این در درون یک جنگل بدون دین زندگی کرده اما حق را میخواست که بفهمد، در این دنیا کافر است، مشرک است. یا یک کسی که خود را مسلمان گفته اما در بالای کوه زندگی کرده، اینترنت ندارد، معلم ندارد، حرکت میکند که بفهمد، کوشش کرد نتوانست، این انسان در این دنیا مشرک است، کافر است. زیرا که در این دنیا ما نظر میکنیم به حکم ظاهر، چهلی که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء 92 بیان کرد، یا که حضرت عمر گفتن، یا که پیامبر گفتن که ما به ظاهر حکم میکنیم. حدیث اسامه معروف است که در آینده بیان میکنیم مسئله ظاهر حکم کردن. ما نظر میکنیم به ظاهر انسان شرک اکبر و کرد مشرک است، اما در روز قیامت این انسان رو عذاب الله سبحانه و تعالی نمیدهد، زیرا که این معذور است، جاهل است. سوره اسراء آیت 15 حجت است که جهل در روز قیامت عذر است. الله میگوید و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هیچ کسی رو عذاب نمیدیم تا اینکه به او حجت نرسد، یعنی رسول نرسد، معناش حجت نرسد. کسی که کافر است، مشرک است، اگر به او حجت نرسیده باشد در روز قیامت او معذور است. سوره نساء 65 هم به این دلالت میکند که جهل حقیقی در روز قیامت عذر است. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل.
رسول ها رو مبشر، بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم تا که در روز قیامت انسان ها به الله حجت آورده نتوانند. یعنی روز قیامت الله نمیخواهد که مردم بگویند که ما نفهمیدیم و ندانستیم. به همین خاطر حجت رسانیده می شود، دعوتگران دعوت میکنند. اما در روز قیامت یک طایفه بیاید از مشرکین که در این دنیا مشرک بود به الله بگوید که به ما دعوتگری نرسید، الله اینها رو امتحان میکند و حجت میرساند. سوره ملک 8 آیه 9: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنة ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. کسایی که به جهنم در آمدند عذاب میکشند، ببینید به اینها در دنیا بیم رسیده بود، یعنی قرآن و سنت یا که سخن حق رسیده بود اما بی اهمیتی کردند یا که قبول نکردند، از همین جهت به جهنم در روز قیامت هم در آمدند. کسی که علم رسیده باشد، دیده و دانسته شرک را کند، پس در این دنیا و آخرت هم کافر است. هم در این دنیا و هم در آخرت مشرک و کافر و در آخرت جهنمی است. اما کسی که از سبب جهل حقیقی شرک را نکرده انجام داده باشد، در این دنیا مشرک است اما در آخرت او امتحان میشود. کسی که به او قرآن و سنت نرسیده باشد، کسی که او امروز اینترنت استفاده برده نتواند. اما امروز انسان هایی که خود را مسلمان میگویند، دعوت علما را شنیدند، شب و روز دعوت را میشنوند و انکار میکنند، اینترنت را استفاده خوب میبرند، همه چیز را تعلیم گرفتند به جز توحید، اینها هم در این دنیا و هم در آخرت اینها مشرکند و اینها البته که در آخرت هم جهنمی اند. امروز مشرکا به همهشان حجت رسیده است. آیا در افغانستان یگان مشرکی هست که او از سلفی بیخبر باشد؟ وقتی که توحید میگید شما رو انکار میکنه، میگه سلفی است. تمام رسید حجت. و البته حجت رسیدن در نزد ما و در نزد مرجئه های غلات فرق دارد که در آینده بیان میکنیم. این اولین عذر است. پس جهل در روز قیامت اگر انسان جاهل باشد عذر است، جهل به عذاب عذر است. اما دومین نمود جهلی که عذر است، جهل عذر است در مسئله قتال در دنیا. ما در این دنیا یک انسان را که دیدیم که شرک اکبر را کرد، در دولت اسلامی است، شرک اکبر را انجام داد، از پیش خودم و یک باره او را به قتل رسانیده نمیتوانیم، پول مال او را کشیده گرفته نمیتوانیم، بلکه این حجت رسانیده می شود و 3 روز استتابه کرده می شود و بعد از این به قتل رسانیده می شود، زیرا که جاهل بودنش منع می کند که این انسان را خونش ریزانیده شود یا که پول مالش کشیده گرفته شود. از همین جهت اجماع هست در زمان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه وقتی که علی را اله گفتند، غلو کردند و الهش خواندند، علی رضی الله عنه در همون روز قتل نکرد، بلکه اول همشون را مشرک گفت. خوب دقت بدید، این یکی از اجماع های صحابه است که انسان جاهل هم مشرک است. علی رضی الله عنه همشون را مشرک گفت، زیرا که در بینشون 4-5 نفر علم داشته بودند، باقی مانده زن و مرد همه جاهل بودند، نه خونده میتونن نه نوشته، فقط مقلدی همون پیشواشون بودند. علی و صحابگان رضی الله عنهم این قوم را یک بار مشرک گفتند، تکفیر کردند، اما قتل نکردند. اول اونها را 3 روز استتابه دعوت به توبه کردند. بعد از اینکه قبول نکردند، دعوت را توبه نکردند، بعد به آتش او شعله‌وری که علی آماده کرده بود به آتش انداختند و اونها را سوزانیدند. ببینید، اول حجت رساندند، بعد به قتل رساندند، اما اسم شرک داده شد. عذر در تکفیر. سومین نمود جهل، بگیم جهل در عذاب عذر است، جهل در قتل در این دنیا و در پول مال عذر است، و سومین جایی که جهل عذر است، جهل در تکفیر است. بله، در جهل در تکفیر واقع شده به شرک، آیا در اسم آیا جهل میتواند که عذر باشد؟ در مسئله فقط شرک اکبری ظاهر، کفر اکبری ظاهر، جهل در اینجا نمیتواند که عذر باشد. جهل در اینجا عذر نیست. اما در مسائل کفر خفی و شرک اکبر خفی جهل عذر است. مثلا انتخابات را علما میگن که انتخاباتی که امروز در دولت‌های دموکراتی برگزار می‌گردد، با انتخاب رئیسی که حکم به غیر الله میکند یا که انتخاب یک دستور قانونی، میگن که این انتخابات شرک اکبر است. بالعموم ما میگیم که کسی که میرود مشرک است، اما در تکفیر عین انسان‌ها را تفصیل میکنیم. انسان‌هایی که قدرت دانستن دارد و دیده و دانسته میرود، اینها مشرک هستند. و کسایی که قدرت نداشت، نمیفهمید، اینترنت ها رو نفهمید، سخن علما رو نفهمید، و اینها البته که جهل عذر است، زیرا که این مسئله شرک خفی است.
بارك الله فيكم. العذر في تكفير الواقع في الشرك وإجراء لاسم الكفر التكفير وأحكام الكفر من التناكي والإرث والصلاة عليه، وهذا المراد بالمسألة هنا. أنا همين مسألة است. در دوام الشيخ ميغان وحكم الله ورسوله أن الواقع في الشرك يحكم بكفره ويسمى مشركا كافرا بمجرد فعل الشرك ولا يعذر بجهله، ولا ينفع ادعاء صاحبه الإسلام والإيمان وتلفظه بالشهادتين وصلاته وعبادته، وهذا محل إجماع. خوب دقت بدید. الله حکم کرده است و رسولش محمد صلی الله علیه و سلم حکم کردند که هر کسی که واقع به شرک اکبر و کفر اکبر می شود، این رو حکم کرده می شود به کفرش، یعنی یسمى مشرکا کافرا، نامگذاری کرده می شود که این مشرک است و کافر است به مجرد فعل شرک و کفر اکبر. و جهل را در اینجا عذر گفته نمی شود. در مسئله تکفیر اسم جهل در شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر عذر نیست. و همون دعوایی که میکند که این مشرک من اسلام دارم و ایمان دارم و شهادتن رو تلفظ میکند و نماز میخواند و عبادت میکند، به او فایده ندارد و این مسئله یا این محلی اجماع است. ولی اجماع است، زیرا که ما اجماع در آینده در حجت آوردنمون اجماع حضرت بارک الله فیکم ابو بکر صدیق رو در تکفیر کردن موانع الزکات جاهل ها رو هم تکفیر کردن. در مسئله مسیلمه کذاب وقتی که جاهل های زیاد هزارها جاهل که نخونده نه ننوشته فقط به شوهرشون به رئیسشون تقلید کردند و مسیلمه کذاب رو شریک در نبوت پیامبر دانستند، صحابه تکفیر کردند. و بعد از این اجماع صحابگان از علی رضی الله عنه، این سه اجماع صحابگان است. و بعد از این اجماع تابعین و تبع تابعین و 4 مذهب رو در حلقه های آینده ما بیان میکنیم. مقصد ما در این حلقه چی است؟ جهل رو خوب بشناسید. جهل میتواند عذر در روز قیامت در مسئله عذاب باشد و جهل میتواند عذر باشد در مسئله قتل و حلال کردن یا حرام بودن پول مال یک انسان، و جهل میتواند در اسم باشد. از همین جهت بارک الله فیکم سخنهای شیخ الاسلام ابن تیمیه رو در آینده به شما بیان میکنیم که در بین اسم و در بین تکفیر معذب جدا کردن که محلش حالا اینجا نیست. اما مرجئه ها کفر جهل رو یا کسی که به شرک از سبب جهل واقع میشد این مشرک گفتنش رو انکار کردن. این مرجئه است، زیرا که یک کفر هم وجود دارد، کفر جهل. بارک الله فیکم. پس ببینید که جهل در چند جا میتواند عذر باشد. اما اسباب جهل به کدام سبب ها به وجود آمده است؟ اگر این رو خوب فهمید میفهمید که کدام جهل عذر است و کدام جهل عذر نیست. در روز قیامت، نه در این دنیا. در این دنیا در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست و اسم. اما در روز قیامت کدام نمود جهل عذر است؟ همه نمود جهل عذر نیست. یکم نمود جهلی که از سبب عجز و ناتوانایی به وجود آمده باشد، یعنی غیر متمکن باشد. انسان جاهل حرکت میکند، کوشش میکند که حق را فهمد و به حق برسد و علم آموزد، اما نمیتواند. با وجود همه حرکتش، با وجود همه کوششش به حق نمیرسد و جاهل میماند و شرک اکبر کفر اکبر را انجام میدهد. این مشرک است در این دنیا، اما در روز آخرت این انسان را چخیلی که حجت ها رو بیان کردیم الله عذاب نمیدهد، زیرا که این حرکت کرد اما نتوانست. دومین نمود جهل است که التفریط و عدم الاهتمام والمبالات والحرص. کسی که تفریط میکند، به اهمیتی میکند و اهتمام به این موضوع نمیدهد، به موضوع توحید کفت و کاو نمیکند و کوشش نمیکند. این رو اعراض هم علما میگن، خیلی که ابن القیم الجوزی ذکر کرده. این انسان هم چی میشود؟ در این دنیا مشرک است، در آخرت هم جهنمی است، به خاطر اینکه در این دنیا امکانیت داشت که او حق را بفهمد. برای او فرض بود که حق را بفهمد اما نفهمید و همین را علما اعراض میگن و همین را بعضی از علما کبر و تکذیب هم میگن، یعنی سرکشی هم میگن. از همین جهت بارک الله فیکم ابن القیم الجوزی رحمه الله در این باره صحبت زیبایی را در کتاب نونه‌اش هم به بیت و
در غیر این کتابهاش ذکر کرده است. در کتاب طریق الهجرتین طبقه 17 صفحه 445 طبعه از طبعه البته فرق میکند، البته که بیان میکند که میگوید فهؤلاء ان لم يكن كافرا معاندا فهم کفار جهال، یا که کافر جاهل. اگر کافر معاند نباشد، کافری که دیده و دانسته شرک را انجام نداده، کفر را انجام نداده باشد هم، پس این کافر جاهل است. پس کافر جاهل وجود دارد. اما در نزد مرجعه ها فقط کافر همون کسی هست که معاند باشد، یعنی کسی که علم دارد و بعد از علم داشتنش اگر شرک اکبر کفر اکبر رو کند، انا این رو میگویند کافر. اما اهل سنت و جماعت میگویند در مسئله اصول دین کسی که علم ندارد، جاهل است، شرک رو و کفر اکبر رو انجام داد، این آدم کافر است و مشرک است. بارک الله فیکم. اما حالا میگذاریم، کمی طولانی شد موضوع ما، که حالا میخوام به شما بیان بکنم که انا همین شبهه بارک الله فیکم عذر به جهل کی به وجود آمده است، کدام وقت شروع شد این بدعت. زیرا که اجماع وجود دارد در زمان صحابگان که در مسئله اصول دین جاهل را تکفیر اسم میدادند و اول حجت میرسونیدند و بعد از این قتل میکردند. اول مشرک میگفتند و بعد از این حجت میرسوندند و بعد از این قتل میکردند. اما بالاخره روز شد که جهل را همچون عذر در شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر دانستند. در اینجا یکی از شیخای اهل سنت و الجماعت، شیخ بارک الله فیکم صاحب کتاب الإيذاء والتبيين في حكم عذر المشركين بالجهل، تأليف عبد المجيد خان سندی، خريج جامعه اسلامی مدینه منوره، تاریخ پیدایش شرک را ذکر میکند. ببینید میگویند بدعت العذر بالجهل في شرك الاکبر، بدعت عذر بجهل در شرک اکبر کی به وجود آمد؟ اعلم رحمك الله ان اصل هذه البدعه هو قول الجاحظ اخزاه الله. بدان الله تو را رحمت کند ای مؤمن، ای مسلمان، الله تو را رحمت کند، بدان که همانا اصل این بدعت عذر بجهل این سخنی جاحظ است. الله خارش بکند که همین جاحظ گفت ان مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. هر کسی که مخالف ملت اسلام باشد، وقتی که به اسلام نظر کرد یا که به حق نظر کرد اما از سبب جهل نتوانست که حق را درک بکند، بفهمد، جاهلی غلبه کرد و حق را فهمیده نتوانست، پس این گفتن معذور است، غیر آثم، گناهکار نیست. این سخنی کی بود است؟ جاحظ. از قاعده جاحظ مانده هم به یهود و نصارا بود. جاحظ گفت که همون کودک هایی که به سن بلاغت نو رسیده از یهود و نصارا و زنهای یهود و نصارا و جاهل هایش، اینها اسلام را دیدند اما خود فهمیده نتوانستند، همه‌اش معذور هستند. پس من باب اولا مسلمان ها را هم گفت، هر مسلمانی که حق را خوب نفهمید و به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شد، این انسان حرکت کرده نفهمیده باشد هم این معذور است، گناهکار نیست. اولین کسی که این سخن را در زمان سلف گفت جاحظ است. البته شیخ میگوید که وقد رد علیه العلماء وفندوا بدعته بکلام صریح. سلف این امت به این جاحظ علمای سلف رد زدند به سخنهای صریح. حتی علما اجماع را نقل میکنند که جاحظ را تکفیر کردند. چخیلی که الان سخن قاضی عیاض رحمه الله، یکی از امام های مالکی که ذکر میکنیم در کتاب شفاش ذکر کرده است، میگه
وقال نحو هذا القول الجاحظ وثمامة في أن كثيرا من العامة والنساء والولى والمقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم إذ لم تكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال. وقد نحى الغزالي قريبا من هذا المنهي في كتاب التفرق وقال هذا كله كافر بالإجماع. یعنی این سخن که از سخن جوهیز و سمومه است که گفتند عامه زنها و کسایی که جاهل هستند و مقلد هستند، نصارا، یهود و غیرشون که یعنی مسلمان ها و کسی نباشد که اینا به شرک و کفر واقع هستند و اینها حجت الله نرسیده است و اینها به این عملشون هیچ گناهگار نیست. سبحان الله. در دوام سخن آخر میگن که ببینید اینجا خط کشیده است که میگن هر کسی که همین سخن رو میگه کافر است به اجماع. بالإجماع على كفر من لم يكفر أحد من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقع في تكفيرهم أو شك. يعني بإجماع كفر است، زیرا که این تکفیر نکرده است کسی را که الله رسول تکفیر کرده است، توقف کرده است در تکفیر یهود و نصارا و در تکفیر کسی که فارق یعنی جدا شده است از دین اسلام، یعنی به دین یهودیت رفت یا به دین نصرانی یا به دین مشرکین. قبر پرستی هم یک دین است، به دین مشرکین رفت یا توقف کرد. پس بارک الله فیکم، اولین کسی که جهل رو این عذر است گفت هم به مسلمان ها و هم به غیر مسلمان ها. وقتی که به غیر مسلمان ها گفت من باب اولا به مسلمان ها هم این جاحظ بود. خیلی که در کتاب الشفاء قاضی عیاض مجله دوم صفحه 282 یکم ذکر میکنه. و ابن قدامه المقدسی صاحب کتاب مغنی رحمه الله میگن که اما الذي ذهب الیه جاحظ، اما اون چیزی که جاحظ گفت یعنی جهل رو عذر دانست در مسئله معرفت الله، فباطل یقینا و کفر بالله تعالی، این یقینا باطل است و کفر به الله تعالی است. و رد علیه و علی رسوله صلی الله علیه و سلم، این رد کردن به الله و رد کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که کسی میاد میگه که جهل مطلقاً عذر است در همه جای دین، کسی که فهمیده نتوانست این عذر دارد این هیچ گناهگار نیست. حتی بعضی از این غلات مرجئه میگن که امیدواریم که کسی که شرک اکبر و کفر اکبر رو میکند ثواب میگیرد به شرک اکبر کفر اکبرش کرده. ببینید اینها رد به الله و رسول دارند. از سخن ابن القیم بگیم ابن قدامه رحمه الله، فإنا نعلم قطعا، ما قطعا میدونیم که میگن ان النبي صلی الله علیه و سلم امر اليهود والنصارى بالاسلام واتباعه وضمهم على اصراره. البته چرا اونجا فقط یهود نصارا رو گفتن؟ برای اینکه جهل رو وقتی که مطلقاً عذر میدونند، اینها یهود و نصارا هم یعنی جاهل هاش رو عذر دادن و من باب اولا جاحظ بعد از یهود و نصارا بعد همه مسلمان هایی که به شرک و کفری ظاهر واقع شده بود عذر داده بود. ببینید در اینجا کسی که جهل رو مطلقاً عذر گفته، شیخ مجید خان سندی میگه که وقد بین العلماء ردة الجاحظ و زندقته، همانو که و زندقته، همانو که علما بیان کردند رده جاحظ و زندقش. یک از علمای سلف ابن قتیبه رحمه الله رو میارن که وفات کنند 276 هجری است، في كلام عن الجاحظ ويعمل كتاب يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين فإذا صار إلى الرد، يعني در اینجا انما اراد تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من المسلمين. ببینید سخن جاحظ به مسلمانان تعلق داشت و تجده يقصد في كتب للمضحكيات والبعث يريد بذلك استعمال. بالاخره سلف این امت جاحظ را تکفیر کرده بودند. وهو مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم للباطل. این جاحظ یک آدم دروغگو و حدیث گزارنده و نصرت دهنده باطل بود. از این فهمیده می شود که بدعت جهل کی به وجود آمد؟ بدعت جهل در زمان جاحظ به وجود آمد. ولم تظهر بدعة الجاحظ في عدم تكفير من فعل الشرك الأكبر، في عدم تكفير الشرك الأكبر والاعتذار له بالجهل قبل عصر ابن تیمیه رحمه الله. بعد از وفات کردن جاحظ، بعد از تکفیر شدن جاحظ، این بدعت یک بار پوشیده شد دیگر کشوده نشد مگرم در زمان ابن تیمیه در عصر 8
یعنی بعد از تقریبا 500 سال باز دوباره این بدعت به وجود آمد و از اشعری ها، ماتریدی ها، صوفی های قبوری گفتند که هر کسی که قبر رو میپرستد این جاهل است، عذر دارد و غیره. با شروع شد و ذلك لان كل من ادعى عذر بالجهل في الشرك الاكبر فان اقدم ما يستدل به من الاقوال من كلام ابن تيميه رحمه الله. بله، هر کسی که میخواد که حجت بیارد در مسئله جهل و عذر بودنش فقط به ابن تیمیه میرود و از کلام های شبهات ابن تیمیه میارد. پس حالا فهمیدید که کسایی که عاذری هستند امامشون از سلف کی است؟ جاحظ است. از همین جهت علما گفتند که عاذری ها رو شما جاحظی بگویید، جاحظی. و بعد از این در زمان ابن تیمیه به وجود آمد و بعد از این که ابن تیمیه رد زدند دوباره در زمان محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله به وجود آمد و در زمان نبیره‌هاشون. در زمان محمد ابن عبدالوهاب و نبیره‌هاشون کتاب‌های زیاد در این باره نوشته شد. یکی از کسایی که جهل رو عذر می‌دانست این داود ابن جرجیس العراقی بود، صوفی، یک از صوفی ها که به قسیم آمد و در قسیم یک شاگرد برآورد، عثمان ابن منصور و بین نبیره‌های شیخ محمد ابن عبدالوهاب و اینها بحث و مناظره شد و یک چند کتاب‌های نوشته شد. البته شیخ عبدالرحمن ابن حسن کتاب‌های زیاد را نوشتن. یک از کتابشون الادله والبراهین علی عدم العذر بالجهل فی اصول الدین، دلیل‌ها و برهان‌ها که جهل در مسئله اصول الدین عذر نیست. ما در روزی آینده به شما بیان می‌کنیم. یا که تحقیق مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه فی مسئله‌ی العذر بالجهل و تکفیر المعین کتاب نوشتن در تحقیق مذهب شیخ الاسلام تیمیه. زیرا که همین داود ابن جرجیس هم مثل امروزه مرجئه ها شیخ الاسلام را متهم میکرد که جهل را عذر می‌دانند. از همین جهت نبیره‌های محمد ابن عبدالوهاب به آنها رد دادند که شیخ الاسلام ابن تیمیه مشرک را مشرک میگوید. و این چنین کتاب‌های دیگری زیاد نوشته شد. بارک الله فیکم که بمانند قول الفصل النفیس في الرد داود بن جرجيس، منهاج التأسيس والتقديس في الرد داود بن جرجيس، كشف الشبهات داود بن جرجيس، عبد الرحمن بن حسن، شيخ سليمان السحمان، عبد اللطیف بن عبد الرحمن، 4-5 کتاب در این موضوع هست. ببینید گویا که امروزه مرجئه های عاذری رو اونها دارن رد میزنن. بارک الله فیکم. پس شیخ میگوید در این کتابش که والخلاصه ان القول بوجود الخلاف في بدعه العذر بالجهل في الشرك الاكبر قول محدث منشأه التوهم والظن والفهم الخاطئ لم يظهر الا في هذا الزمن. اما الازمنه السابقه فلا خلاف بين العلماء انه لا عذر بالجهل في الشرك الاكبر، فمن وقع في الشرك الأكبر يسمى مشركا بمجرد الفعل والوقوع ولو كان جاهلا أو مقلدا أو متأولا أو مخطئا. با همین سخن رو اختصار میکنیم. خلاصه قول همین است که هر قولی که امروز وجود دارد، هر کسی که میگوید که خلاف در بدعت عذر بالجهل هست، در شرک اکبر خلاف است، یا که میگه که عذر بالجهل این وجود دارد در شرک اکبر، این سخنش سخنی بدعتی نو پیدا شده است. از توهمات، از گمان، از فهم خاطئ و غلط به مذهبی باطل رفته است و این سخن در همین زمان به وجود آشکارا به وجود آمده از سبب طاغوت پرستی، یا که از سبب این حاکمان طاغوتی که امروز میخوان مردم را مجبور بکنن که اونها را مسلمان بگیرن. و در زمان سابق میگه در بین علما هیچ خلافی نبود که جهل در شرک اکبر عذر نیست. در شرک اکبر ظاهر، کفر اکبر ظاهر عذر نیست. هر کسی که به شرک اکبر واقع شود این را مشرک گفته میشه به مجرد فعل، به مجرد واقع شدن، اگرچه جاهل باشد یا مقلد باشد یا متأول باشد. بارک الله فیکم. و این کتاب دیگر که شیخ علی بن خزران نویسند، الرساله المتممه في مسألة العذر بالجهل، در اینجا هم ببینید فصل الاول فی تاریخ هذه الشبهه ذکر میکنن که در زمان سلف اجماع بود که جهل عذر نیست در شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر. شما نظر بکنید به این کتاب ها. بارک الله فیکم. اینجا یک سخن محمد بن عبدالوهاب را ذکر میکنیم در کتاب الدر السنیه مجله 8 صفحه 118 آمده است.
لما ذكر مرتدين وفرقهم قال منهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردته فهو كافر. ببینید محمد بن عبدالوهاب چی میگه؟ حالا فکر میکنم دیده ایست دید اینجا کتاب الدرر السنیه فی العجة النجدیه مجله 8 صفحه 118. محمد بن عبدالوهاب میگن که زمانی که مرتدها رو ذکر میکنن و فرقه های رو ذکر میکنن میگن که مرتدهایی بودند که رسول الله را دروغ شماریدند و بازگشتند به بت پرستی، به شرک. و اینچنین کسایی بودند، مرتدهایی بودند که مسیلمه کذاب را چی کردند؟ تصدیق کردند. گمان کردند که در حقیقت، ببینید جاهل بودند، گمان کردند که در حقیقت رسول الله صلی الله علیه و سلم اشرکه، شریک قرار داده است مسیلمه را. برای چی؟ برای اینکه لأن مسیلمه اقام شهود زور، برای اینکه مسیلمه در بین مردم به خودش آدم‌های معروف رو همچون شاهد گرفت. یک چند نفرهای یعنی معروف در بین قوم خستند و گفتند که ما شهادت میدیم که مسیلمه رو پیامبر صلی الله علیه و سلم شریک در نبوت قرار داد. مردم جاهل فصدقهم، تصدیقشون کردند. به خاطر اینکه در حقیقت روایت هست، چی هست؟ جهل هست. و مع هذا با وجود اینکه مردم جاهل بودند، شاهدهای دروغ آمده بود، به نهایت جاهل بودند، خوندن نوشتن نبود، خبر رسیدن نبود، از صحابه علاج پرسیدن نبود که زمان اینجا منطقه از منطقه فرق میکرد، اینترنت ها وجود نداشت. اجمع العلماء، همه صحابگان اجماع کردند که آنها مرتد هستند. مسیلمه پیروانش مرتد هستند ولو جهلوا، اگرچه جاهل باشند. چقدر زن و مرد جاهل ها بودند. و حتی صحابگان گفتند که و من شک فی ردتی فهو کافر، هر کسی که شک کند در کافر بودن جاهل هایی که پیروی مسیلمه کذاب است او خودش کافر است. الله اکبر. انا این است جهل. از همین جد ابن القیم الجوزی گفتند، ببینید این کتاب، این سخن ابن القیم الجوزی در اینجا علی ابن خضر در کتاب قواعد و اصول فی مقلد و جهال ذکر میکنند. از کتاب طریق الهجرتین شما خوب دقت بدید، به کتاب طریق الهجرتین طبقه 17 نظر بکنید. در طریق الهجرتین ابن القیم الجوزی در طبقه 17 میگوید که وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغ الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. یعنی در دوامش میگن، یعنی کسایی که جاهل هستند اینها رو گفته میشد طبقه کفار و جهال. و این کانوا جهالا مقلدین، اگرچه اینها کافر باشند و مقلد باشند. در قاعده دوم میگه که ان هذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف والعاقل المكلف لا يخرج عن الاسلام او الكفر. یعنی کسی که مقلد است به شیخش، جاهل است، به شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر شد، این مشرک است. و ابن القیم الجوزی در همون کتاب طریق الهجرتین میگن صفحه تبعه ها از هم دیگر فرق دارد. در بعضی از تبعهایی که در نزد ما موجود است 630 چند است و بعضیش 448 است، میگه که والاسلام هو توحید الله و عبادته وحده لا شریک له. اسلام این توحید الله است و عبادت یگانه الله است که شریک ندارد، و ایمان به الله است و به رسوله و به رسول الله است و اتباع فيما جاء به و پیروی نمودن به شریعت الله است. فمن لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم. هر کسی که همین اصل های اسلام را نآورد این مسلمان نیست. و ان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. اگر این انسان کافر معاند نباشد، یعنی همین توحید انجام ندهد، عبادت یگانه الله انجام ندهد، ایمان به الله و رسولش انجام ندهد، توحید جاش به شرک آورد، اگر این علم کتی کرده باشد کافر معاند است. اگر به علمانه انجام داده از سبب جهل شرک را انجام داده باشد، این را ما کافر معاند نگویم، هم چی میگفتیم؟ کافر جاهل.
وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. این کافری جاهل است. بله کافری جاهل است. چه خیلی که گفتیم کفر از دو چیز به وجود میاد. بگویم جهل از دو چیز به وجود میاد، یا از سبب افراط و تفريط. بارك الله فيك. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين. غایت و قصد این طبقه همین است. طبقه 17 که ذکر میکنن در طریق الهجرتین همین است که میگن اینها کافرهای جاهل هستند، غیر معاندین. اینها معاند نیستند، دیده و دانسته کفر رو نکردن، اینها نفهمیده کفر رو کردن، اینها کافرهای جاهل هستند. و عدم عنادهم لا یخرجهم عن کونهم کفارا. عناد نکردنشون اینها رو از دایره کافرها بیرون نمیکنند. فإن الكافر، و در دوامش ذکر من جحد توحید الله و کذب رسوله اما عنادا او جهلا. کافر همون کسی است که توحید الله را انکار کند و دروغ شمارد رسولش را، یا از بودن علم یا از نبودن علم. یعنی بعضی ها از سبب علم الله را دروغ می شمارند و بعضی ها از سبب جهل و بعضی ها از سبب تقلید لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. پس اینها چی هستند؟ مشرک هستند. بارك الله فيكم. من فکر میکنم سخنها زیاد است. شیخ صاحب ان شاء الله کفایت میکنم اینقدر. ان شاء الله درس ان شاء الله اختتام بتین. دو سه سوالاتی می داشته باشن ان شاء الله با سوالاتشون بپردازیم. جزاك الله خيرا احسن الجزاء الشيخ الفاضل ابو محمد المدني. الله سبحانه و تعالی شما را اجری عظیم و اجری بی پایان نصیب بگرداند. الحمدلله لطف مرحمت الله سبحانه و تعالی هست که الله عزوجل برای من و شما توفیق عطا کرد که امروز در خدمت برادران قرار داریم. دوستای محترم، سوالاتی که دارین ان شاء الله لینک را پایین میگذاریم. برادر عمران اگر هستین امو لینک را پایین بگذارین. دوستایی که سوال داشته باشن امو لینک را پیست بکنین ان شاء الله. دوستا بالا بیاین از شیخ سوال بکنن. برادران محترم، دوستایی که راجع به حرفای شیخ کدام گفتنی هایی دارن، سوالاتی دارن، بیاین بالا سوال بکنن یا نوشته بکنن. من تکست را میخوانم باذن الله سبحانه و تعالی و شیخ ابو محمد ان شاء الله موجود است جواب شما را میده. و همینجا دوست ما محمد ظریف جوانمرد برادر محترم هست، این صدا هست. جوانمرد برادر محترم صدا را داریم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. مهربانی باز بکنید از شیخ گرامی ابو محمد مدنی و شما استاد گرامی و تمام برادران عزیز. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم
و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و بعد برادران موحد و خواهران موحده، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان نهایت عزیز، شیخ گرامی ابو محمد مدنی تمام سخنایی که لازم بود برای ما ارائه کردن و ما لازم نمی بینم که سخنایی بگویم درباره عذر بالجهل، اما یک کمی روشنی مندازیم. من نسبت مشکلاتی که با درس ها داشتم و نتونستم بیایم در برنامه ها در میدیا بیایم، یکی از دوستا ویدیوی جنابای عزیز که تقریبا استاد مبشر مسلمی ها رو همسال هم دوستا رو برای ما نشان دادن در مورد عذر بالجهل. متاسفانه جگر انسان خون میشه. کسایی که در لباس موحد یا در لباس سلفی بیایه و در حقیقت برادران موحد و خواهران موحد ما را دشنام بدن و سخنای رد و بد بگن، بسیار ما جگرخون شدم. و زمانی که لایف اینها را تعقیب میکردم دیدم که برادر گرامی ما شیخ بزرگوار استاد محترم که از کشور تاجیکستان، ما باید در حقیقت اولا افتخار بکنیم به این نعمت بزرگ که الله سبحانه و تعالی برادر ما را برای ما و شما عطا کرده در کشور تاجیکستان، در کشوری که واقعیت که انسان همین گریش میگیره که در طور یک کشوری طور یک شخصیت برای ما نصیب کرده. و دیدم که با این چه رقم رویه شد، رفتار شد، در حقیقت برای دعوتگران ما خوب نبود که چنین رفتار رویه بکنن. خیلی جگرخون شدیم و جناب محترم استاد ابو عمر که خیلی تلاش میکنن در رابطه با بیان حق، و شیخ ابو محمد مدنی واقعیت که یک عالم مبارز مجاهد، کسی که همیشه میبینیم تعقیب کردیم که مبارزش با شرک و طاغوت و خرافات و بدعت ها می باشد. الحمدلله. دوستان نهایت عزیز، ما در رابطه با آیه قرآن کریم که در سوره الطارق الله متعال برای ما و شما بیان کرده است، بسم الله الرحمن الرحیم، یوم تبلی السرائر، در روزی که رازهای پنهان آشکار میگردد، در روزی که اعمال و اقوالی که انسانها آن را پنهان میکنند آن روز آشکار میشد. یعنی اعمال ما، اقوال ما و عقایدی که انسان در دنیا او را پنهان میکند، الله سبحانه و تعالی در آن روز از همه آن پرده می. والله متعال برای تمام برادران و خواهران عزیز ما توفیق این را نصیب بکنند که از هیچ کسی هراس نداشته باشه، در بیان حق هرگز از کسی هراس نداشته باشه، نه از دولت نه از هیچ کسی. از زمانی که دعوت به توحید آغاز شده که همانا از زمان نوح علیه السلام است که همطور جانها فدا شده، سرها فدا شده، و ما هم به خاک پای اصحاب رسول الله نمیارزیم، چی برسد برای انبیاء علیهم السلام. متاسفانه ما آن قدری که در فکر تلاش دنیا شدیم هیچ به فهم قرآن و حدیث زحمت و تلاش نمی کنیم و باز میاییم پیش میکنیم مسئله را عذر به جهل. متاسفانه در این باره زیاد گپ ها شیخ صاحب مدنی برای ما درس دادن و فهمیدیم که برای ما و شما در این عصر، عصر تکنولوژی، عصری که همه امکانات وجود دارد، ما و شما بگوییم که چی است ولا فلان نفر عذر داره. عذر در این عصر نمیشه، عذر نیست. به خاطر از اینکه ما میبینیم در جامعه که همین کسایی که با عملهای ناپسند که همین بچه بازی و قمار بازی و زنا و فحشا و لواطت و امثال هم هست انجام میتن، باز پرسانش میکنی، باز برایت میگن که ما بنده الله هستیم، امت رسول الله و کلمه لا اله الا الله را هم خواندیم. یک شخصی که همه چیز را بداند و باز
بیاید عملش شرکی را انجام بده و ما بر از او عذر قائل باشیم، این خودش اصلا کمال چی است؟ جهل از خود ماست که ما همین مفهوم کلمه خود را نفهمیدیم. همیشه در مقابل حق باطل است، همونطوری که در مقابل توحید طاغوت هست، در مقابل یکتاپرستی همیشه باطل هست. این همینطور هست که امروز ما هم علما و دعوتگران داریم که از هر گوشه و کنار نمیمونن، نمیگذارن انسانهایی که بیاین در جلد دعوتگر و یا امثال هم خدشدار بسازن منهج را. منهج قرآن و حدیث منهج اعتقادی است، منهج است که انسان از جان، مال، ناموس همه چیز بگذره فدای یک سنت رسول الله. و ما متاسفانه میبینیم در این جامعه که علمای نام نهاد هم وجود دارند که همین زمانی که دیدن یک کم فشار بالاشان آمد از سخن حق چی میشن؟ چشم پوشی میکنن. که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره برای من و شما میفرماید ولا یکلمهم الله یوم القیامت ولا یزکیهم. در روز قیامت الله سبحانه و تعالی با چنین انسانها سخن نمیگه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اینها از سخن حق چشم پوشی کردیم. و ما مکلف هستیم که همیشه سخن ما، همیشه رفتار ما، اقوال ما، گفتار ما مطابق با قرآن و حدیث باشه. ما هرگز منحرف نمیشیم، ما هرگز گمراه نمیشیم تا زمانی که متمسک به قرآن و حدیث باشیم. اگر ما باز مسئله تقلید و اینها را گرفتیم و پیروی از یک عالم کردیم، از یک دعوتگر کردیم، ما منحرف میشیم. چون که قرآن وجود هست، احادیث گوهربار رسول صلی الله علیه و سلم موجود است. پس ما تحقیق بکنیم، در جایی که مشکل داریم به علمای واقعی و ربانی مراجعه کنیم که ای عالم عزیز در این باره برای من راهنمایی بکن. و هر مسلمان، هر کس مکلف هست که به اندازه توان خود چی کند؟ دین را برساند. و در یک مسلمان 4 اصول برش لازم هست. 4 اصول برش لازم است که این را در نظر داشته باشد. اول فهم درست از اسلام، اول تحقیق بکند، اسلام را خوب تحقیق کند. اما طوری که در تمام امورات زندگی خود دست پنجه نرم میکنند، تلاش میکنند به خاطر شهرت و قدرت و رسیدن به اهداف دنیایی، تلاش نمایند به فهم قرآن و حدیث. بعد از اینکه خوب درست اسلام را تحقیق کردن، فهمیدن و درست واقعیت ایمان داشته باشند. قبل از اینکه یک شخص ایمان بیاره باید از اسلام فهم داشته باشند که باز نشه شرک و کفر انجام بده، باز ما بر از او عذر قائل شیم. اینطور نشه. باز بعد از این ایمان به الله سبحانه و تعالی، دور از شرک، دور از کفر، دور از نفاق، دور از فسق، دور از خرافات و بدعت ها، یک مسلمان موحد باشه، یک کسی باشه که واقعا در ملت ابراهیم خلیل الله باشه، در ملت امام موحدین باشه. نه ای که نام نهاد مسلمان باشد. مسلمان باشد عملهای شرکی و کفری را انجام بده. مسلمان باشد اسلام قبول بکند اما عملش به این باشه که آن چیزی که در دستش، در زبانش بیاید به خواهر و برادر مسلمان خود انجام بده. از این مسلمان ما چی بهره ببریم؟ 3 عمل به اسلام چنان عامل به قرآن و حدیث باشد که تمام جان و مال و هر چیزی که داره فدای راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم. 4مین اصولی که انسان باید داشته باشد رساندن دین باشد. نگویه که پدرم خفه میشه یا کاکا خفه میشه، هیچ این مسئله را دور بندازه، بیاید واقعا دین اسلام را به طریقه درستش به اندازه توانش. در دین اسلام هیچ در عصر صحابه، عصر علمای بزرگوار، علمای سلف، این مسئله دکترا و ماستری و اینها نبود. اینا ما مثلا ماستری داریم، ما ادعا کنیم که ماستری داریم، ما باید کسی باشیم که گپ اول بزنیم. نه خیر، این سند و اینها معتبر نیست. در اسلام عزیز یگانه چیزی که معتبر است ترس از الله متعال، عمل کردن
با قرآن و حدیث و واقعا از الله ترسیدن، ای از معیار برتری. ای کاش که در قرآن کریم یک آیت می آمد که شما سندایتان بشکنید. در قرآن کریم آمده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما به تحقیق براستی که انسان متقی، انسانی که از الله بترسه، او در میان شما بهتر است. پس انسانی که واقعا کفر گفت، شرک گفت، عملای خلاف اسلام خلاف گفت، اون وقت میفهمیم که انسان متمسک به قرآن حدیث شده و انسان قلبش با الله وابسته شده. واقعا ما امروز متاسفانه کسایی را داریم که در اینمی گرد 4 دانه پیرهای بدبخت مشرک میشینن، خیز و قرد میزنن. اینها کسایی هستند که بسیاری شدیدیم که خطیب مسجد هست، خطیبی است که درست ولا برا را میفهمه، درست طاغوت را میفهمه، کفر به طاغوت را میفهمه، همه چیز را میفهمه، اما میبینی که سجده به غیر الله میکند، میبینی که میره قبر پرستش میکند، از قبر میخواید، همیشه استعانت از غیر از الله میکنه. باز در تفسیر و ترجمه از او در مسجد که میشینی گپ از این میزنه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، پس ما بر از این عذر قائل شده میتونیم؟ نه خیر. اینها باید بیان شوه که فلان شخص عمل شرکی انجام میده، تا اینکه نسل نوین، نسلی که جدید است، موحد برایم، مجاهد و مبارز برایم. ما برادر عزیز شیخ بزرگوار ابو عیسی جزاک الله خیرا از هلند تشریف آورده بودن. ما در امی افغانستان، ما استاد محترم از کابل تا به شبرغان حرکت کردیم، قبول بکنه چندین جایا ما را استاد کردن، به خاطری که شیخ بزرگوار خیلی اکریش مبارک داشت، با آنش میکردن که داعش است، طالب است، القاعده است، فلان است، فلان است. امی کسایی که مسلمان خود را خطاب میکنن و ما نمیشه برش میگیم که برادر گرامی مسلمان، نه که شما اینطور ایستی سنت رسول الله را امروز سنت داعش جور کردین، سنت رسول الله را چی جور کردین، اما ما نمیم در این مورد بحث نمیکنیم، وقت خود را در کارهای میکنیم که اختلاف ها برای وقت موضوع شود. بیایم مسئله را بیان بکنیم که به درد مردم بخوره، به درد برادران و خواهران ما بخوره، نه که وقت خود شبها و روزا بشینیم در مسئله هایی که در او علما اتفاق دارن، اختلاف ندارن، در او بحث بکنیم. مامزری برادر جزاک الله خیرا. جزاک الله میخوایم که وقتتون بسیار زیاد گرفتیم. جزاک الله خیرا. نحسن و جزا الله عز و جل اجر دارین برای شما نصیب بکنه. بسیار صحبت عالمانه کردین، ان شاء الله دوستا شنیدن. ان شاء الله در استودیو باشیم، بعدا با صحبت ها می داشته باشیم. برادر محترم محمد، نوبت از شماست. برادر بزرگوار، شما چند بار رفتین آمدین، برادر بزرگوار مهربانی کنین سوالاتی داشته باشین. شیخ در خدمت شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برای بیننده ها با شیخ سید، ما افتخار میکنم با شما و علمای ربانی و حقانی. ما یک دو سوال داشتم از این شیخ سید مدنی به حساب بیرقصی، به حساب داعش و به حساب خلافت، یا کدامش بر حق است؟ دوم دیگه این میگیره که دکتر ایاز نیازی را از بین برد، گناهی از چی بود؟ راجع به موضوع اگر صحبت بکنین، هیچ بازی ربط به طرفای مسائل سیاسی میره. اگر راجع به موضوع اگر صحبت بکنیم بسیار ما خرسند میشیم. همچنان استاد گرامی، خیام آدم باید آگاه باشه، نه آگاه شوه. خیام ما دوست گرامی، ما نه نماینده از دعا هستیم و نه از اونا نمایندگی میکنیم. اینجا کدام دفتر نداریم که از اونا، فقط شما موضوع عقیده هست. راجع به اگر سوالات داشته باشین ان شاء الله ما در خدمت هستیم. یک جهان سپاس. نه دیگه سوال نداشتیم دیگه. یک جهان سپاس، تشکر که ما رو وقت دادی. جزاک الله خیرا. الله شما رو با عزت داشته باشه. ان شاء الله با در برنامه خودم با داری باره وزن خودم صحبت میکنم باذن الله. همچنان موفق باشین. خب برادر محترم ابو طلحه، برادر بزرگوار مهربانی کنیم. برادر محترم راجع به این موضوع سوالاتی داشته باشین بهتر خواهد شد. بعضی موضوعات سیاسی اونا را کنار بگذارین. الله عز و جل ما را توفیق عمل نصیب بکنه. برادر ابو طلحه هستین؟ خب اونا نیستن. برادر فاروق جمشیدی، اخیل کریم، اهلا و سهلا، مهربانی کنید صدای شما را میشنویم.
فاروق جمشیدی برادر بزرگوار. بله بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ صاحب بزرگوار، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر، بارک الله فیکم. بابت تلاش ها و زحمات شما الله سبحانه و تعالی شما را عزت و سعادت داره نصیب بفرماید. و جا دارد که عرض سلام و خسته نباشید خاص داشته باشیم خدمت استاد بزرگوار شیخ عزیزمان شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله. به روش مسنونی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما تقدیم می‌دارم شیخ صاحب بزرگوار. خوشحال شدم که اولین کنفرانس شما را به طور رسمی در و جای مسرت که سلامت باشین، جای خوشحالی است برای ما که از علم شما نفع میبریم و استفاده میبریم و ما را آگاه میسازین درباره مسائل دینی. خب من چون دوستان زیاد میخواهند بیان بالا و شاید صحبت‌های زیادی هم داشته باشن، یک نکته کوچیک را استاد عزیز خدمت شما به عرض میرسانم و اون این هست که دوستان جانب مقابل و واضح‌تر بگم که دوستان مخالف ما یک شبهه را همیشه مطرح میکنن که میگن گروه مخالف ما همیشه مسائل اختلافی را و شبهات را مطرح میکنن که در اون اجماع سلف درش واقع نشده، من جمله سجده لغیر الله، که این را مطرح میکنن و میگن که جبهه مخالف ما سجده به غیر الله را مطلقاً شرک میدانند، در حالی که علما این را دسته‌بندی کرده اند و بستگی به نیت شخص را در این عمل مطرح کردن که خود شخص عملا و نیتش در این عمل چیست و آیا سجده را من حیث عبادت میخواد انجام بدهد برای غیر الله یا این که سجده تعظیمی هست. و استدلالشون هم به همین هست که سجده که به یوسف علیه السلام میشه و همچنین ببخشید معذرت سجده‌ای که به آدم علیه السلام میشه توسط ملائکه، و این شبهه را مطرح میکنن و مطلقاً جانب مخالف خود را به این آیات مورد نقد قرار میدن که لطفاً استاد عزیز شیخ صاحب بزرگوار در این خصوص یک توضیحات کوچیک داشته باشین که دوستان مخالف ما انشالله که از این شبهه ایشان هم سوال خود جواب خود را گرفته باشن. جزاکم الله خیر. بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برادر عزیز، الله شما را حفظ بکند و مثل شما برادرهای موحده هم در ایران، در افغانستان و در تاجیکستان زیاد بکند و ما هم بینوایت خوشحال هستیم که مثل شما برادرهای محققین داریم که همیشه در پی فهمیدن حق هستیم. جزاکم الله خیر. اما در مسئله اون سخنی که اهل ارجاء نسبت ما میبندند و میگویند که همیشه مثال میارند که مثال غیر اجماع هست، متفق علیه نیست، پس ما از اونها اولا خواهش میکنیم که یک سخن علما را بیارند و ذکر نمایند که این مسئله اتفاقی و اجماعی نیست. و حالا من به شما ذکر میکنم که این مسئله بارک الله فیکم اجماعی است. حالا اولا کوشش میکنم که کتاب را من اینجا باز بکنم تا که همه برادران و خواهران موحدی که اینجا هستند استفاده ببرند. بارک الله فیکم. یک لحظه، اگر که باز شد، اگر که باز نشد کمی در بعضی حالات مشکل. جزاکم الله خیرا شیخ عزیزم. ان شاء الله. حیاک الله. ببینید استاد ان شاء الله که باز شما نمیآید. یک لحظه. الله المستعان. شیخ صاحب بزرگوار فقط جواب را اختصار بکنیم، بسیار دوستا انتظار هستن. کتاب رو آوردن شرط نیست از سبب سست کار کردن این کامپیوتر من. بله میدانم. در کتاب شرح السنه ابو محمد البربهاری وفات کننده 229 هجری، وفات کننده 211 هجری والله اعلم 311 هجری، یکی از علمایی که متقدمین هستند رحمه الله میگویند که ما از اسلام هیچ کسی را بیرون کرده نمیتوانیم. لا نخرج من الاسلام من اهل القبله احد. تا همان زمانی که چی بکند؟ سجده به غیر الله بکند. وقتی که سجده به غیر الله کرد این کافر است و به تو واجب است که از این چی بکنی؟ بارک الله فیکم، از دایره اسلام بیرونش بکنی. پس ابو محمد البربهاری کسی هست که من خواهش میکنم به این مرجع
نوریزوگی خود را به ایشون بیان بکنید. و بعد از این بارک الله فیکم الشیخ قاضی عیاض در کتاب الشفا ذکر میکند که به اجماع سجده به غیر الله شرک است و کفر است بعد از آمدن محمد صلی الله علیه و سلم. چرا بعد از آمدن محمد صلی الله علیه و سلم؟ زیرا که پیش از آمدن محمد صلی الله علیه و سلم در تشریع گذشتگان ما ببینید دین همه پیامبران در توحید یک بود، اما در شریعت مختلف بودند. شریعت اونها بعضی احکام داشت و شریعت محمد صلی الله علیه و سلم بعضی احکام دارد. من بابی سلام دادن اونها دیگر بود و سلام دادن ما و نماز اونها و نماز ما. بالاخره در شریعت همه پیامبران گذشته سجده تحیه جایز بود، چه که در اول الله سبحانه و تعالی ملائکه را امر کرد سجده بکنید به آدم، سجده تحیه بود. ما این رو سجده شرک نمیگیم. و بعد از این به یوسف علیه السلام پدرشون یعقوب و برادرانشون سجده کردند. این سجده شرک نیست، تحیه است. و اون حدیث ضعیفی که مرجئه خودشون مثال میارند، حدیث معاذ بن جبل که گویا که از شام یا یمن آمدند، حالان که اون ضعیف است، تا همون وقت سجده تحیه جایز بود. اما بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم سجده رو مطلقاً بارک الله فیکم شرک اعلام کردند و این یگان جای شبهه نیست. این فقط از جانب مرجئه ها کمی شبهه‌ناک کردن برادران و خواهرانی که در این مسائل خبر ندارند است و این سخن بین سخن جاهلانه و از منهج علمی دور است. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا. جزاک الله خیرا. اخی ابو طلحه هستین شما؟ ابو طلحه برادر؟ خب ابو طلحه نیستن. ابو عثمان برادر، امی برادر تاجیکستانی مامی به نوشته شما هستین برادر؟ ابو برادر تاجیکستانی به روسی نوشتین اسمتان رو؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا اخی الکریم. جزاكم الله خير. الله بركاتهم يا استاذ. الله يحفظكم. سؤالي یک سوال داشتم. بفرمایید. در مورد یعنی که مبشر مسلمیار و دیگر برادرانی که در یک مسئله نفهمی داشتن و بعضی از جوانای ما شروع کردن که یعنی بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک دقیقه دوست ابو طلحه موحد، یک دقیقه شما صبر کنید، این برادر صحبت داره. مهربانی باشه چشم. استاد یعنی که صورت آنها را به شکل خنداور و نشر کردن، آیا کار این گونه شخص ها درست است یا نه استاد؟ یعنی به شکل خنداور هم بگیم می شود. یعنی منظور اینا هست که ان شاء الله سوال را فهمیدین شیخ المدنی. اولا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر از بارک الله فیک. البته این غیر شرعی است. صورتی هر کسی نباشد تغییر دادن این البته جایز نیست، زیرا که مصور الله است. یصور کیف یشاء، هو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء. الله کسی است که در رحم های انسان همون جنین را چگونه که خواهد تصویر میکند. صورت اون بد است یا زیبا است، ما باید قائل بشویم که مصور الله است. و بعد از این یک انسان را او مخالف است، او مشرک است یا کافر است، او یا مبتدع است کسی نباشد، صورت او را یعنی تغییر دادن به طرزی که خنداور است و یا نقص است، البته این از منهج ما نیست، از منهج اهل سنت و جماعت نیست. و ما همه برادران اهل سنت را دعوت میکنیم که از این کارها دستکشی بکنند. بارک الله. جزاک الله خیرا. سوال دیگه ای ندارین برادر بزرگوار؟ نه استاد جزاکم الله خیر. الله حفظكم. السلام علیکم و اجمعین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر محترم ابو طلحه موحد، نوبت از شماست برادر بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انشاءالله شما و استادان بزرگوار جور صحتمند باشین و علای حق شیخ ابو محمد مدنی در پناه خود داشته باشه و افتخار داریم که امروز در افغانستان بالاخره تعصب تا جایی را کنار زده شده که برادران اهل توحید و اهل عقیده بسیار به راحتی حقیقت را درک کرده و حقیقت را میپذیرند. بدبختانه در اول که وقتی که ما میخواستیم تازه مبارزه شروع شوه و بالاخره این مسئله در میان افغانستان مثلا مطرح شوه، ما یک تشویش داشتیم که برادر ابو محمد مدنی در همین مسئله در جریان بود
و در این شک بودیم که برادرها حق خواهد پذیرفتن و نخواد پذیرفتن، چون بدبختانه ما در افغانستان جامعه تعصب را بیشتر از جامعه حق پذیری داریم و مردم بیشتر از حق یعنی همین اشخاص را قبول میکنن. و زمانی که با ابو محمد مدنی برادر در این مسئله صحبت میکردیم، اونا هم حیرت زده شده بودن و میگفتن ماندگار برادر شاید بپذیرن شاید نپذیرن، اما شکر الحمدلله وقت شروع کردیم میریم افتخار میکنیم که امروز در جامعه افغانستان اکثریت جوانای ما حق پذیر بودن و بیزاری خود از افراد جستن، بالاخره به طواغیت عذر میدادن و بالاخره آهسته آهسته جوانا را بجای از اینکه به بیزاری از طواغیت دعوت بکنن، جوانا را میخواستن در کنار طواغیت بالاخره قرار بدن. ویلا سپاس از علای حق سپاسگزار هستم و همچنان از اخی مدنی و شما و جوانایی که در این راستا کار میکنین سپاسگزار هستم و یک سپاس خاص از تمام جوانایی که حق پذیرفتن و اشخاصی بودن که تا دیروز از همین انسانی که امروز بالاخره به جهل خود پابند است به نام ابو مبشر مسلمیار، تا دیروز همین جوانا عکس های همین انسان در پروفایل های خود میگذاشتن، به خاطر از تظاهرات میکردن تا همین آدم از بند آزاد بشه. به خاطر چی؟ فقط به خاطر عقیده. و امروز افتخار میکنیم خاص به خاطر عقیده از همین آدم، به خاطر همین مسائلی که امروز طواغیت را عذر میده و بالاخره حتی قرضگویی که با تمام سند تکفیر شده و از طرف تمام علما او امروز آمده حفظه الله میگه و خیلی اشخاص دیگه را و امروز از این بیزاری میکنن. از این مسئله خیلی شاد هستیم. الله حق شما را حفظ بکنه و به این مسائل ادامه بدین و این مسئله باعث شد که جوانان خیلی کتاب ها را باز بکنن، مطالعه بکنن. بدبختانه خیلی از جوانان که امروز هنوز هم در خواب هستند میگن شما یک فتنه را در میان امت دامن زدین و این باعث پارچه پارچه شدن امت است. و جواب ما برای این انسان هایی است که نخیر، ما به این افتخار میکنیم که همین مسئله دامن زده شد. بخاطر چی؟ ما نیاز نداریم 100 میلیون باشیم اما ناخالص باشیم و امت از وقتی که ما بخوایم در مقابل یک طواغیت ایستاده شیم ما شکست بخوریم، چون در بین ما ناخالصی ها وجود داشته باشه. اما زمانی که در بین ما همش موحد باشه و همش خالص باشه، به قدرت الهی هر چی طاغوت باشه در پیش ما قدرت ندارن و زانو خواهد زدن. به این دلیل بعض الله حق شما را خیر بده. جزاک الله خیرا کثیرا. دیگه گفتنی ندارم. شاد و خرم باشین ان شاء الله الرحمن. ادامه بدین و ما هم با شما در این راستا همکار هستیم و از دید تکنیکی فاروق جمشیدی برادر و ما محمد ماندگار مبارک در هر مسئله باشه در خدمت هستیم ان شاء الله الرحمن. جزاک الله خیرا. الله شما را حفظ کنه. برادر محترم ابو طلحه موحد، این دین الهی است، دین الله سبحانه و تعالی است. این نه متعلق برای ابو محمد مدنی است، نه به ابو عمر صلاح الدین است، نه به مبشر مسلمار است، نه به فاتی است، نه به احمر است، نه به محمود است. این دین جهانی است، به خاطر رهنمود بشریت آمده. ما فقط بعضی تناقضاتی که وجود داره، بعضی شبهاتی که وجود داره که مردم را به طرف بیراه میبرن، ما میخوایم که اونمو را چی بکنیم؟ امور اصلاح بکنیم. این دین آمده که مردم را از گمراهیت و از ضلالت نجات بده، به طرف نورانیت دعوت بده. حافظ از این دین الله سبحانه و تعالی است. إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون. حفاظت دین را الله میکند. در دنیا که ابو عمر باشد نباشد، مدنی باشد نباشد، ابو طلحه موحد نباشد نباشد، این الله دین خود را پیروز میگرداند. این عقیده اهل سنت و الجماعت است. اگر الله عزوجل خواسته باشه در فی ثانیه کل دنیا ایمان میاره، در کل دنیا بیرق توحید بالا میشه. اما علم تکوینی الهی است. الله سبحانه و تعالی ما و شما را مخیر کرده و این دین را برای ما و شما گذاشته که ما چه قسم تطبیق میکنیم. این وظیفه کلی ماست. اگر من بگم که بلاده پسش نعوذ بالله، اگر من بگم که این را رها بکنیم، بگیم که موسی به دین خود، عیسی به دین خود، ولم یکن له کفوا احد، یعنی به خاطر از این که الله سبحانه و تعالی تشبیه یک انسان نیست. الله سبحانه و تعالی مثل مخلوقات نیست و ذات اقدس الهی است که با دست بلا کیفش جهان را آفریده و ما و شما را، این دنیا را به خاطر ما و شما آفریده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه و ما را به خاطر آخرت، ما باید به خاطر آخرت بکشیم دوست گرامی. اما لطفا نام اشخاص را نگیرین. در اینجا هیچ کس قابل اعتبار نیست، هیچ کس تا که سندی معتبری که او عبارت از قرآن و سنت و اجماع صحابه را ذکر نکنه
و این در زندگی عملی نکنه اون مردود است ولو که ما باشه. امروز اینمی عقایدی که مزخرفی که در بین جامعه پاشان شده 1.7 میلیارد مسلمان از داش تکان خورده نمیتونه. 1.7 میلیارد مسلمان فقط اکتفا کردن با اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. عقیده ارجاء، عقیده مرجئه هست. امروز ملت رو در تنگنا کشاندن. حالا تو کسایی که انشالله راجع به ارجاء در پسانتر انشالله یا ما یا شخص انشالله براتان بیان میکنه که مرجئه یعنی چی، ارجاء یعنی چی، ارجاء کرامیه یعنی چی، انشالله با تفصیل بیان میکنیم براتان باذن الله سبحانه. ما میخوایم که ملت رو از این تنگنا بیرون بکنیم. هدف ما اینه، دیگه کدام هدف دیگه نداریم. اینجا نام اشخاص را نگیرین، کسی رو در اینجا مقامش بلند نبرین. هیچ کس ارزش نداره. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون لا يعلمون. ان العزة لله جميعا ان القوة لله جميعا. دوست گرامی، فقط این را باید مسیر در بر بگیریم. هیچ وقت جزاک الله خیرا استاد بزرگوار. فقط مسئله ای است که من به این خاطر اسم بعض اشخاص باید گرفتم که در جامعه خیلی رول پیدا کردن و این مسئله باعث شد ما اونا را بشناسیم. این من عادت مثلا برادر باز مزار شما باشین ان شاء الله بعد صحبت بکنین. امی باشه جزاک الله خیرا. اینا وقتتون گرفته نشه. باشه جزاک الله خیرا. ابو عثمان برادر محترم مهربانی کنید. ابو عثمان برادر، ابو عثمان اخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما یک دو سوال دارم از برادر مدنی، انشاءالله که جواب بدن سوالای مرا. یکی درباره همی عذر در مسئله، اگر شما اونا رو جاهل میدانین، همین مثلا دولت اسلامی یا داعش که نام داره و اینا رو اکثر مردم خوارج میدانن نظر به اون اعمالی که دارن که اینا در دین غلو میکنن و افراط میکنن و مردم از دایره اسلام خارج میکنن. ابوبکر سعید برادر، ابوبکر سعید برادر، لطفاً به نام ایدی خود بیا موضوع اختار نکن، موضوع سیاسی نبر. ابوبکر سعید جان، موضوع شیخ ابو عمر صاحب، شیخ ابو عمر صاحب، نامها را مطرح نکنن که ویدیو حذف میشه، کنفرانس حذف میشه. شیخ ابو عمر صاحب، شیخ ابو عمر صاحب، ابو عثمان دوست گرامی، لطفاً نامها را ذکر نکنید. شیخ ابو عمر صاحب، گوش کنین آقای ابو عثمان دوست گرامی، شما گوش کنین. شما اجازه ندین شیخ ابو عمر صاحب، اجازه ندین. ما راحت صحبت بکنیم، فقط یک دقیقه، فقط با راحت صحبت بکنیم، راحت با صحبت بکنین. بر شما افتاده وقت داده میشه، شما بعد فقط یک دقیقه وقت می کلام، فقط یک کلمه برای شما میخوام ذکر کنم. سلام برادر دوست گرامی، شما سعی کنین، برای شما وقت داده میشه شما صحبت بکنین، فقط یک دقیقه سعید با صحبت بکنین. دوست گرامی سعی کنین تقریبا 1.5 ساعت مکمل راجع به مسئله مقدمه و محل نزاع و سبب پیدایش آذربایجان صحبت شد و رفرنس ها داده شد. اگر راجع به این کدام تناقضات دارین، اگر فهم دینیش یک دقیقه سعی کنین، یک دقیقه. من چی میگم؟ اگر در مقابل از کدام تناقضاتی دارین، اگر کدام گفتنیایی دارین، شما بفرمایین در کدام قول و در کدام نقطه و در کدام جا، او را ما یادداشت میکنم. شیخ صاحب بس ان شاء الله براتون جواب میده. این که مسئله ای که فلان و فلان اینو بگذاره کنار، ما در اینجا نماینده کسی نیستیم اینجا که ما شیشتیم نمایندگی فلان را بکنیم. شما فقط راجع به مسئله را حل بکنید، مسائل بگذارین. ما از سویه بسیار بالا است، به خاک پای از ما رسیده نمیتونیم. اونا در کجا ما در کجا، او را بگذار. او از سویه ما بسیار بالا است، او را بان، او را ور وقت باز همون طرف رفت باز استاد عزیز، اینها ابوبکر سعید هستند که در هلند هستند، به نام دیگه چیز ما فقط خیر. عمران نورستانی دوست گرامی بگذارین سوالشان بکنن. آقای ابو عثمان مهربانی کنین. سعی کنین. ما سوال خلاص نشده. یک لحظه. یکی خوی مسئله است که این مردمی که اکثر مردم رو خوارج خطاب میکنن و از دین خارج نه، سوالش سعی کنین، سعی کنین. شما جاهل میگن، اگه جاهل نمیگن آیا شما تایید میکنین؟ آیا شما آقای ابو عثمان، آقای ابو عثمان، آقای ما به شما ذکر و اگر جاهل نمیگین تاییدش میکنین؟ آقای ابو عثمان، ما در اینجا
همین شما چرا سعی کنین عقل نماینده دولت اسلامی کی است؟ عالی در اینجا نمایندهش کی است؟ مجمع را به من شما که من خودم برم در کجاست نماینده از اون؟ نماینده اینجا کی است؟ خب بفرما نام بگی کی است؟ عالی کی است همون نماینده؟ همون نماینده چطور در کجا نماینده؟ اینجا اروپا است. ما سوال کردم اگر جواب سوال مرد دادم میتونم مدنی از مدنی برام عالی اینا لله ما که هر جای من کلگی در باره زمین اینا میخوان کنفرانس رو خراب کنن. شیخ صاحب متوجه باشین، میخوان ریپورت بزنن کنفرانس رو. کس اگر نام گروه میگیره حسش کن مستقیم. خب خیر الله سبحانه تعالی رحم بکنه. امی عمران برادر محترم امی لینک پایین بگذارین که دوستا بیاین داخل که مرا چندین دفعه ما در خانه نیستم استاد عزیز، یک جای هستم از خاطر لپتاپ شما نیست، از موبایل آنلاین هستم. صحیح. خب اما ابو لطفا ابو عثمان دوست گرامی سعی کنین ابو عثمان دوست گرامی سوال بکنین راجع به این مسئله. ان شاء الله اگر کدام خلاقای وجود داره گبر به دیگه طرف نبرین که شما مسئول هستین، شما مسئول حرفتان هستین. ما شما را بالا میارم، شما مسئول حرفتان هستین. ابو عثمان دوست گرامی شما مسئول حرفتان هستین، شما سوال بکنین. مهربانی شد. ما مشکل دارم در این مسئله. مشکل داری در لایف مو کسایی که در لایف های کسایی که خودت برادر مدنی مرا بفهم در لایف از اینها بره پرسان بگو درباره طاغوت، درباره اردو میری اونجا خو یک رو سوال نمیکنی، اونجا میری درساشون نظر بالجهل گوش میکنی. بعد که اینجا استادا 1.5 ساعت 2 ساعت پروگرام خود وقت میگذارن، اینجا من پروگرام میگیرن و 179 نفر اینجا میمینه. ایواز که 2 ساعت پروگرام سوال بکنی میری یک جای دیگه میپری. پس ده سوال مطرح کو، سوال تا راجع به موضوع پروگرام. اینجا کس نماینده دولت اسلامی نیست. خواهش میکنم سوال تا مطرح میکنی بفرما. استادا اینجا پاسخگوی هستن. مهربانی کن ابو عثمان دوست گرامی. برادر وقت بده. مهربانی کن ابو عثمان. خیر ابو مصعب موعد برادر شما یک من نامش از روی تلویزیونای کفار نمیگم مثل داعش وری. چیز نامش نامش بیان میکنم. نامش نگیره نخی. شما ابو عثمان دوست گرامی سعی کنین شما سوال دینی دارین راجع به این مسئله بفرمایین، سوالتون رو بکنین. شما امی دو میره که شما تکفیر امی مردم تکفیر کردن و از دین خارج کدام عالمه نامش بگیرید، کدام عالمه تکفیر کردن؟ امی استاد موضوع رو دیگه طرف میبرن. استاد درس خراب میکنن. استاد عزیز درس خراب میکنن. اینا را از خارج کردن. کدام عالی ابو عثمان دوست گرامی شما سوال بکنین راجع به تکفیر. تکفیر معنایش چیست؟ کفر معین، کفر غیر معین. گوش حالا استفاده کدامات پخش نکنید نیازی خوب شد قرون شده اینا. کفر معین ساکنین صلاحالدین برادر. استاد عزیز اگه اجازه باشه یک دقیقه ما صحبت بکنیم استاد. امی وقت لطفا خلال نکنین. خب هر صورت بخاطر از باز اینا انتقاد بگیرن چرا ما را نمیگذارن در استودیو. استاد خیلی 5 دقیقه وقت بتین سما یک جای هستم باز برادر دیگه صحبت بکنن ان شاء الله. ما شنونده هستم. خیر ان شاء الله. اول خو بر شیخ مدنی صاحب و خودتان و با آقای جوانمرد و جمشیدی صاحب و ماندگار عزیز و شیخ ابو معاذ و دیگه برادرایی که صدای ما را میشنون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و جزاکم الله خیر استادای عزیز که وقت گذاشتین موضوع را بر ما شما روشن ساختین. الله متعال از پیش شما راضی باشه که خیلی سوالات ما حل شد و ان شاء الله متعال استاد درس‌ها را دوام بدین تا که برادرای ما آگاهی بیشتر و پیدا بکنن تا که از این شبهات از این چیزا استاد دور شوند. باز یک استاد در پلی از یک تقاضای دیگه استاد کسایی که میاین اینها همگی از اینها شناخته شده هستند و اینها با خودتان استاد ابو عمر مشکل دارن، با ما مشکل دارن برادر خندم. اینها میان 2.5 ساعت که شما اینجا پروگرام گرفتین پروگرام اخلال میکنن. اگر سوال راجع به موضوع پروگرام داره اجازه بدین، اگر نه که مستقیم پایینش بکنین. بی‌احترامی با کس نمیکنین. نه اگر سوال دارن راجع به موضوع پروگرام 2 ساعت صحبت بکنن ان شاء الله ساده هستن پاسخگوی هستین شما. اما قسمی خارج از موضوع پروگرام دیگه یا ابوبکر سید خلگی میشناسه در اون حالن چیشته یک روز در پروگرام از اونها نمیره اخلال نمیکنه. امروز اینجا اومد اینجا اخلال میکنه درس. پس خواهش میمی است استاد عزیز که وقت نتید. جزاک الله خیر استاد عزیز. و یک ابو طلحه برادر هستین شما؟ ابو طلحه بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و برکاته. دوستای گرامی کوشش بکنید که از شیخ سوال بکنید. بهتری خواهد بود که ما استفاده بکنیم. ما شما زیاد صحبت ها زیاد کردیم، زیاد شنیدیم، صحبت زیاد کردیم. سوال بکنید ان شاء الله خوب است.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا وعليكم أبو السلام محمد ورحمة المديني الله وبركاته. و برادر أبو عمر الله کنه به عافیت و ایمان باشه. جزاک الله خیر. شیخنا به راجع به درس امروز یک سوال داشتم، این بود که امی مسلمانایی که میگن مسلمان هستیم و در حکومت ها کار میکنن، چی حتی ما نظامیاش نمیگم، امی افراد عامش مثلا معلم است یا مثلا در پانتون درس میده، باره دین درس میده یا معلم دین است، دی امی از لحاظ دین به بعضی مردم یعنی تکفیر کنه آدم یا باید عذر قائل باشه یا بفهمن که بگی یک اجتهاد کرده باشه، بگی من به اسلام خدمت میکنم به این راه باز به می کار پیش میکنم. مثل که ما دیدیم مثلا در پاکستان کلان شیخ از اونجا زیر لشکر طیبه ششته فتاوانش میکنه و کتابانش میکنه، یعنی به اسلام خدمت میکنه. و همچنان در سعودی هم که بسیار علمایش با حکومت یک رقم تعلق داشتن. گفتم حکم یعنی سرجات چطور رقم سوالتان فهمیده شد. جزاک الله خیر. بارک الله فیک. سوالتان فهمیده شد انشاءالله. شیخ صاحب سوالی از اینا ای بود که یک کسی که در یک حکومت طاغوتی مثل معلم هست یا مثلا یک آدم عادی در حکومت کار میکنه، مامور یعنی در اصطلاح ملام است مثلا ملا و امثال از او، یعنی حکم از در شرع چیست میگن؟ منظورشان است. اولا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اما برادر اعظم بارک الله فیکم، در مسئله طاغوت ها معروف است که علما به اجماع نقل میکنند که لشکرهای طاغوتی که دفاع از همون نظام طاغوت میکنند اینها به کفر واقع شدند، یا همون شخصانی که در نظام لشکری و در نظام دفاع کار میکنند به حکم واقع شدند، یا همون معلم هایی که درس میدهند و ترویج میکنند و تشویق میکنند نظام های دموکراسی را و اون را گویا که به فرزندان مسلمان تعلیم میدهند تا که اون نظام غیر الله سبحانه و تعالی تعلیم گرفته شد و منتشر شد و منتشر کننده اونها و مدافعش و حفظ کنندهش و دفاع کننده همش مشرکند. زیرا که الله سبحانه و تعالی خودش در قرآن گفته ولا یشرک فی حکمه احد، در حکم الله کسی را شریک قرار ندید. و در مسئله حکم و اراده کردن همون حکم غیر الله، کسی که اراده میکند یا دفاع میکند، سوره نساء 65 است که الله سبحانه و تعالی میگه فلا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت. اراده طاغوت رو دارند، میخوان که مراجعت به محکمه طاغوتی کنند، میخوان که زنده کنند حکم طاغوت را. این چنین انسان ها کسی نباشد، این چنین انسان ها کسی نباشد مشرک است و کافر است. اما مسئله شما که شما سوال کردید، انسان های عامه که در نظام های کفری کار نمیکنند، یعنی لشکر نیست یا معلم دموکراسی نیست، معلم مدرسه های ابتدایی هست. ما میدونیم که اگر فرزندهای مسلمان فقط تعلیم دادن حرف ها باشد در نظام های مکتب میانه این کفار، اگر یگان نصرت به این نظام های کفری نباشد، اینها رو ما البته تکفیر نمیکنیم. بارک الله فیکم. یا همون علماهایی که در نظام طاغوتی هستند، اینها قسمشون ما اینها البته که تفصیل دارند. علماهایی که همون نظام های طاغوتی رو، البته نظام های دموکراسی طاغوتی شرکی رو دفاع میکنند و از جانب اونها هستند و در خطبه ها اینها را دفاع میکنند که همون نظام دموکراتی باشد کسی نباشد، اینا پیش میبرند. البته اینها به کفر واقع شدند و دلیلش از تجربه علما. شیخ الاسلام ابن تیمیه در زمان تتار همون علمایی که در جانبی یا که همون مسجد امام های مسجدی که در جانب تتار بودند، یا که نظر کنید به شیخ آمیدی رحمه الله و به شیخ داودی، تکفیر کردن همون علمای اهل سنت رو که امام خطیب هایی که در دولت فاطمیه در مصر همراه دولت فاطمیه و در روز جمعه دولت فاطمیه رو چی کردن؟ الله حفظش کند، این امیر رو، این پادشاه رو گفتن. داودی نقل میکند که و خطیبهم و امامهم الذی یخطب لهم فی المنابر کفار گفتن. اما این تعلق دارد به دولت دموکراسی که یک عالم همون دولت رو به نام دموکراسی چی کند؟ حمایت بکند. اما عالمی که در همون جانب حکومت باشد هم اما دولت دموکراتی رو انکار بکند، دموکراتی رو کفر داند و این طاغوت ها رو طاغوت بداند و البته که اما از سبب اکراه یا چیزی دیگر اگر این رو آشکار نکند، لیکن البته آدمای خودش اینا نکنند، البته این انسان تکفیر کرده نمیشد، بلکه این انسان عالم سو یا که یک آدم دیگری بیان کرده میشد. بارک الله فیک.
یک مسئله دیگه است، یک مسئله را من اضافه کنم. شیخ ابو محمد المدنی یک کسی که در این نظام هست، یعنی کار میکنه، آدمی بسیار عادی و چیزی هست و بعضی علما میره استدلال میکنن که در اوجا خاکش هست، یعنی در او سرزمین، بنا به خاطر از این کار میکنن که یعنی اهداف غیر اسلامی که اونا دارن، اونا میخواین که ایرا در اصطلاح چیز ما و شما میتونیم برش یعنی انغماسی برش بنامیم، یعنی یک شکلی که اونا میخوان کاری بکنن که برای منفعت اسلام بوده باشه، ولی که کار میکنن در اونجا، ولی که هدف دیگر چیز است. او استثناست، یعنی او کسایی که است. اما کسایی که با عقیده اونها باشه، کسایی که قانون اساسی اونها را حق بدانن، بگن که می حق است و اینمی دموکراسی که آوردن و قانونی که وضع کردن حق است، باز اونم در شمول امونها داخل میشه. یعنی و چیزی که ذکر کردم استثناست. جزاکم الله خیرا. جزاک الله خیرا. صحیح جواب گرفته شد. میخواستم یک گپ چیز کنم. همین شیخ محمد وارث منیب حفظه الله امیجا است. اگر ما لینک گذاشتیم چرا بالا آمدن نمیتونن؟ شما شماره واتساپ دارین ابو طلحه؟ بله باشه. ما لینک براتون در چیز صبر کن اگر باشه مسیج کو شما باش. خب برادر محترم ابو محمد امت محمد مصطفی صلی الله علیه و شما مهربانی کنین برادر بزرگوار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به استاد شیخ بزرگوار و ما استاد و به همه برادرای موحد حق جو برسه. استاد، ما یک سوال داشتم از استاد بزرگوار، از شیخ. اینا گفتن که جهل دو رقم است، در کفر هم دو رقم است و در کسایی که مثال میفهمند که مثال جهل دارن و خودشان هم میفهمند که جهل دارن. در این چی اگر یک ذره بر ما تشریح بده استاد؟ و یک لغت دیگه هم شما دینا استفاده کردین استاد بزرگوار، شیخ بزرگوار، گفتن که توحید 4 اساس داره و اساس سومش یک لغت استفاده کردین من نفهمیدم استاد بزرگوار، شیخ بزرگوار. اگر می دو چیز در یادتان باشه بر ما تشریح کنین. جزاک الله خیرا. شنونده هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيز بارك الله فيك وحياكم الله وبياكم. اما در مسئله جهل من سبب‌های پیدایش جهل و قسم‌های او را بیان کردم. چیزی که شما بیان کردید نمودهای جهل که جهل بسیط و جهل مرکب است. یعنی جهلی هست که بنا جهلی کاملا 100% از این رو جهل مرکب میگن که یک چیز رو میفهمد اما 100% خطا میفهمد. اما یک نمود جهل دیگر است که این رو جهل بسیط میگن. یک آدم جاهل است اما همون جاهل بودن خود را با اقرار میکند. لیکن بالاخره این نمودهای جهل است. در هر دو حالت هم کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شد، این انسان را گفته میشود مشرک و کافر. مقصد ما همین است. چرا در بالای جهل سخن رو زیاد کردیم؟ به خاطر اینکه شما جهل رو از همه جانب بفهمید تا که سخنهای اهل سنت و اهل بدعت برای شما آشکار بشه. اما دیروز ما گفتیم توحید 4 اساس دارد. والله اعلم دیروز گفتیم اسلام 4 اساس دارد. زیرا که این سخن رو علما میگن یعنی 4 رکن دارد. یعنی اسلام، یک کسی که به اسلام میخواهد درآید، معنای اسلام رو ببینید چیست؟ الاستسلام لله بالتوحید. یعنی باید توحید به یکم رکن چه، یکم شرط صحت، باید تسلیم به توحید الله از همه جانب بشود و بعد از این و انقیاد له بالطاعه، پابرجا در اطاعت الله باشد، یعنی عملها را اجرا بکند، هر حجتی که رسید باید اجرا بکند. و براءت من الشرک، سومین پایه اسلام براءت از شرک کند. یعنی همان وقت انسان مسلمان می شود که شرک را ترک بکند و از شرک دور بشود و شرک را شرک بداند و از اهل شرک هم دور بشود. اگر وقتی که یک آدم بگوید که من به اسلام داخل شدم، من مسلمانم گفتم اما شرک را ترک نکند، پس اسلام حول نآورده است، اسلامش صحیح نیست. بارک الله فیکم. مقصد ما دیروز همین بود. جزاک الله خیر. جزاک الله خیر شیخ. برادر محترم محمد هستین شما؟ برادر محمد. خب برادر محترم ابو مصعب موحد شما هستین؟ بله استاد محترم. بله.
خب اگر دوستا کدام سوالی نداریم، یک چند سوال بعضی شبهاتی که هست بعضی برادرای تاجیک اینجا به ما اینجا رای کردن که از شیخ پرسان بکنیم. شیخ بعضی دوستا سوال کردن که مرجئه را با ما تعریف بکنید. مرجئه یعنی چی؟ امی مرجئه یا ارجاع از کجا گرفته شده؟ این واژه از کجا آمده؟ یعنی از اواخر اموی‌ها شروع در اوایل عباسی‌ها به اوج خود رسید. این قضیه معلوم است. راجع به می اگر یک اختصار اگر جواب بدین که مردم بدانن که همین بسیار مهم است که عقیده مرجئه یعنی به تأخیر انداختن مفهوم معناش چیست؟ چرا تأخیر میندازن؟ گناه‌های کبیره و گناهایی که میکنن و میگذارن بر روز قیامت که الله عزوجل اونها را یا جزا یا سزا میته یا نمیته و با آخرت میگذارن. این اونا که اقرار باللسان و تصدیق بالقلب میکنن و عمل به جوارح ندارن. ان شاء الله راجع به یک کمی صحبت بکنید که دوستا از همین شک و شبهه که دارن یعنی برطرف بکنن. بله شیخ، بارک الله فیک. در مسئله مرجئه، البته مرجئه در لغت معروف است. مرجئه را علما بدون معنا در لغت بیان کرده که یعنی تأخیر کردن یک چیز رو به تأخیر گذاشتن، یا که به معنای ارجاع رجاع یعنی رجاء امید کردن، امید رو زیاد کردن و غلبه کردن در امید. اما در اصطلاح شرعی عقیدوی بارک الله فیکم مرجئه را باز از سبب اینکه یعنی معناش ببینید این است، گفتن تأخیر انداختن عمل، یعنی عمل رو از ایمان ندانستن. به کدام معنا؟ یعنی عمل کنی هم ایمان زیاد نمیشود، عمل رو ترک کنی هم کافر نمیشود، یا که عملی شرکی کفری کنی هم به تو ضرری ندارد. زیرا که گفتن عملی کفری هم به ایمان ضرر ندارد، عملی شرعی فرموده الله رو بجا آوردن هم ایمانی تو رو یعنی زیاد و کم نمیکنه. اینها کسانی هستند که اینها رو مرجئه گفته میشد. اینها گفتن البته مرجئه ها 7 طایفه هستند. غلوترین اونها البته مرجئه جهم بن صفوان است، شاگرد جعد بن درهم که در خراسان منطقه شما، منطقه‌ای که اهل سنت و الجماعت بود، سلفی اومد فخر میکردن به خراسان. جهم بن صفوان رو در سال 128 هجری سرش رو زدن به خاطر ان همون غلات ارجویش. و بالاخره بعد از این بشر المریسی و البته که کرامی، اینها که فقط به قول گفتن لا اله الا الله، و بعد از این ابو حنیفه مرجئه الفقها گفتن که نطق باللسان و تصدیق بالقلب، اما العمل و زیاد و کم شو رو داخل نکردن. اینها رو مرجئه گفته میشن. البته مرجئه به دو قسم تقسیم میشن، مرجئه الغلات و مرجئه الفقها. همین رو ما باید خوب دقت بدیم که سلف صالح مرجئه الفقها رو تکفیر نکردن و این به اجماع هست. ابو حنیفه رحمه الله یا که کسانی که در عقیده ابو حنیفه رحمه الله پیش از ابو حنیفه بودند، حمود و غیره، یا که خود ابو حنیفه، یگان نفر از سلف تکفیر نکردن بلکه گفتن مبتدع هستند. زیرا که ابو حنیفه رحمه الله میگفتن که عمل از ایمان نیست یا زیاد و کم نمیشود، اما با وجود این میگفتن کسی که عمل رو بالکل ترک کند این دلالت به کفر قلبش میکرد و این کفر است، یا که واقع شده به شرک اکبر و کفر اکبر رو تکفیر میکردن. چه که شیخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب در کتاب کلمات النافع فی مکفرات الواقع از سخن ابو حنیفه شروع میکنن تا شاگردای آخرینشون که جهل در شرک اکبر رو عذر نمیدونستند. اما مرجئه الغلات اینها کسانی بودند که حتی در شرک اکبر و کفر اکبر جهل رو عذر میدونستند. پس مرجئه ها کسانی هستند که عمل رو از ایمان نمیدانند. عمل کنی عملهای کفری و شرکی ها ضرر به ایمان ندارد و عملهای صحیح درست عبادت تو هم به زیاد شدن ایمان تو تعلق ندارد. ایمان همه برابر است، مثل ایمان جبرئیل علیه السلام. یا که به قول دوم اینها امید زیاده بستند به الله، اینقدر به رحمت الله افراط کردند و غلو کردند که گفتند الله رحمان است، هر گناهی را میبخشد و بالاخره باب دروازه گناه را باز کردند. انا اینها را مرجئه گفته میشد. و البته این فرقه به وجود آمد در آخر زمان تابعین، زیرا که اولین فرقه این خوارج بود. خیلی که ابن تیمیه رحمه الله در اقتضاء صراط مستقیم ذکر میکنند. اولین خوارج به وجود آمد در باب احکام، در باب اسماء و احکام. اولین فتنه ای که در بین این امت به وجود آمد در باب تکفیر کردن و نکردن به وجود آمد. خوارج به وجود. خوارج ها در تکفیر غلو کردند. از همین جهت ما همیشه میگوییم که در باب تکفیر البته هستند غلات خوارج ها و هستند جوفات مرجئه ها و مرجئه های غلات، اما ما وسط هستیم. ما مثل خوارج همه رو اصل مردم کفر است نمیگیم. خیلی که امروز شنیدید اصل مردم رو ما گفتیم اسلام است و بعد از این میگیم که اذا کفر الحاکم کفر المحکوم نمیگیم. اگر حاکم کافر باشد محکوم کافر است نمیگیم. دارالکفر کسی که زندگی میکند همه کافر است نمیگیم. این منهج خوارج است. تسلسل در تکفیر هم نداره. این منهج خوارج است. اینها غلات هستند.
نمازخوان رو بیننده میگن که این کافر است تا زمانی که عقیدش مثل عقیده ما باشد. نه، ما میگیم به ظاهر نظر میگیم. ظاهر انسان اگر نمازخوان است مسلمان است، مسلمان حکمی است، معامله مسلمانی میکنیم تا زمانی که کفر و شرک اکبر ظاهرش رو دیدیم. وقتی که کفر اکبر ظاهرش رو دیدیم بعد از این حکم به کفر میکنیم. اما در جانب دیگر مذهب دوم مقابل خوارج ها برآمدن و اینها افراط باشد. اگر خوارج ها اینها تفرید کردن، خوارج ها غلو کرده باشند، اینها جفات شدند و اینها همه را مقابل خوارج ها برآمدن و گفتند که همه مسلمان است، حتی مشرک هم مسلمان است. قرآن الله و رسول مشرک گفته را هم مسلمان گفتند. اما اهل سنت و الجماعت میگن که مسائل چی دارد، تفصیلات دارد. مسائلی هست که ما نباید تکفیر کنیم. شرک اکبر خفی، مسائل احکام، مسائلی که از مسائلی که خفی باشد و مسائلی که از فروع احکام باشد یا کبیره و غیره باشد. اینجا جهل عذر است. اما در مسائل شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر البته جهل عذر نیست و این رد به مرجئه ها و به خوارج است. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا. برادران شنیدین شخص مرجئه را بسیار اختصار، گرچه موضوع بسیار طولانی است، ان شاء الله یک روز ما کوشش میکنیم که راجع به عقیده مرجئه یک بحثی داشته باشیم باذن الله. برادر محترم محمد شما هستین برادر؟ بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر بسیار ببخشید رقمی محمد وارث منی برادر محترم، گرچه داخل شدن یک ذره مشکل است، من از طریق واتساپ برای برادر روان کردم. شما ام بالا از ام لینک کلیک بکنین، فشار بتین و بعدا برای شما دو آپشن میده، میگه از طریق فیسبوک یا از طریق یوتیوب. شما یک دو گزینه را یکش انتخاب بکنین. یعنی از طریق یوتیوب اگر انتخاب کنیم به فکر من بهتر است، اما ایمیل و یوتیوبی که جور کردیم باید داشته باشه. باز از اون طریق میایم بالا و بسیار راحت باز یک نام بتین، یک اسم بتین، داخل استودیو میشین. گرچه یک ذره مشکل است، بعضی برادر با این مشکلات مواجه شدن. بارک الله فیک. اخی محمد مهربانی کنید. بله بگم پیش از اینکه می گفتم چی کنی در می فرق داره در کدام امی اینترنت استفاده میکنی، یا فایرفاکس استفاده کنی یا در گوگل کروم بسیار. بله امور بگو، خاطر گوگل کروم نباشه نمیکنه کار. گوگل کروم و فایرفاکس نباشه کار نمیکنه. گوگل کروم. جزاک الله. آقای محمد مهربانی کنید برادر. شیخ صاحب ببخشید، شیخ صاحب ابو عمر صاحب. بله صاحب. ابو عمر صاحب ببخشید، معذرت دوستان عزیزان. تجربه خود را خدمت عزیزان عرض بکنم شیخ صاحب ابو عمر صاحب که من چند شب پیش نمیتونستم به لایف حضور یابم، بعد تجربه خود را خدمت دوستان به اشتراک میگذارم و اون این که عزیزان ضرورت و لازم است که شما اپ فیسبوکتان و اپ گوگل کرومتان به روز باشه. یعنی اگر به روز نبود، چون که خودم تجربه کردم، نمیتونین شما به لایف حاضر بشین. و اگر از گوگل کروم بخواین شما وارد بشین خیلی راحت و آسان هست دوستان عزیز، منوط و مشروط به این که اپتان به روز باشه. دیگه شخص محمد وارث منیب ان شاء الله که بیان و طبق همین سفارشات بتونن که عمل بکنن و حضور ایشان را هم با خود داشته باشن. با عرض معذرت عزیزان که دخالت کردم، جزاکم الله خیر. اگر میتونن محترم محمد وارث منیب میتونن که یک برادری که اگر با اونا در تماس است از طریق اوی در واتساپ زنگ بزنن، اگر دو گوشی داشته باشن صدایشان بفرستن، یعنی از طریق واتساپ یا مستقیم زنگ بزنن اگر کسایی که دو گوشی داشته باشه، از این طریق هم میشه. جزاک الله خیر. آقای محمد مهربانی که برادر، با معذرت که وقت شما کمی گرفته شد. خب بارک الله فیکم. خب استاد، سوال در مسئله کسایی که انتخابات میروند، که انتخابات معلوم است اینها عذر به جهل دارن، یعنی که شرک اکبر است عملشون، اینا عذر به جهل دارن یا نه؟ همین را کم ترک میفهمید. جزاک الله خیر. سوال دیگه ای ندارین؟ خب انشاءالله که داریم یک چند سوال دیگه. خب میتونید سوال دوم میرا بکنین. که خب سوال دوم این که در حدیث ذات و انوات که اکثر علما را گوش کردیم و خواندیم که شرک اکبر میگن مطالبه همون اصحابه، و شما از کجا دلیل دارین که او را شرک اصغر میگن؟ و این سوال دیگر سوال این که آیا بنی اسرائیل تازه اسلام آورده بودن که اونها را موسی علیه السلام چی گفت؟ شما قوم جاهلین. خب دیگر سوال این که اگر شما شامل همو این سوال دو تا شامل همو سوال سیوم تا شامل سوال دوم هست. بله. خب دیگر این که اگر گوین که
شرک خفی است، مثلا انتخابات شرک خفی است. خفی و ظاهر کدام عالمی متقدمین سلف صالح جدا کرد بین اینها، یعنی فرق گذاشت. چگونه که ما از صحبت علما گوش کردیم که در یک جای می شود که یک شرک خفی شود، یک در یک جای او آشکار شود، یعنی که با مردم فهمانده خوب فهماندگی هستند، در یک جای آشکار است، در یک جای خفی. و این یعنی که فرق کی موند؟ در این باره هم کم ترک با دلیل صحبت میکنیم. بارک الله فیکم، جزاکم الله خیر. آقای محمد، در اصل ما در قاعده بریم انتخابات از دیدگاه اسلام جواز داره نداره، اول در اصل ما بریم، بعدا در بعد تطبیقیش ما و شما با اون طرف بریم. امی انتخابات در اسلام هست؟ یعنی انتخابات ما داریم؟ کدام سند هست در با؟ خب انتخابات نه، در انتخابات نداریم در اسلام. شورا قطعی هست، اما انتخاباتی که حاضر کرده میشوند مثال اهالی نشین مسلمان هست. یک چیزی که اصل نباشه، یک چیزی که اصل نباشه، یعنی راجع باز چی خیلی ما درباره از باز صحبت بکنیم. یک چیزی که اصل نباشه، یعنی اصلیت نداشته باشه، که امروز که کشورهای تواقید این کار را میکنن. کشور تواقیتی است اما اهالی نشین مسلمان است. وقتی که رجوع میکنن و انتخاب میکنن. خب جزاک الله خیرا، جزاک الله خیرا. بر صورت خیر. شیخ اینا دو سوال داشتن، ان شاء الله سوالشان بسیار اختصار جواب بدید. بله بارک الله فیکم. من سوال های این برادری که از تاجیکستان هستند البته نوشته کردم. در نظر من والله الان 4 سوال شد. مختصرا جواب میدیم که انتخابات بارک الله فیکم شرک اکبر است. در عموم ببینید انا اینجا او قاعده که مرجئه ها استفاده میکنن در باب شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر، انا اینجا باید استفاده بکنن. ما میگیم انتخابات شرک اکبر است اما خفی هست و بیان میکنیم چرا خفی است. برای اینکه در قرآن و سنت کلمه انتخابات آمده است. کلمه الله را یگانه عبادت کنید آمده است. آمده است که سجده به الله است. این صلاتی و نسکی، نماز من، حج من و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه این آمده است. و در اصول فقه مفهوم المخالفه است. معناش این است که یعنی اعبد الله، یگانه الله را عبادت کنید، یعنی غیر الله را عبادت نکنید. هر کسی که قرآن را میخواند ظاهرا میفهمد که غیر الله را نباید عبادت کند. اما انتخابات در قرآن و سنت این کلمه که استفاده نشد و این قاعده که تا 50 سال پیش در بین امت اسلام به وجود نآمده بود و این دولت هایی که امروز مسلمان نشین هستند و لیکن دولت دارالکفر هستند، از سبب اینکه کفر و تواره شد به بالای اینها، به بالای مسلمان ها یعنی نظام کفر تحمیل داده شد. در این حالت ما میگیم انتخابات کفر است و کفر شرک است و شرک خفی هست از سبب نبودنش واضحیت در قرآن و سنت. یک مسلمان قرآن و سنت رو خوند انتخابات رو نمیفهمد، زیرا که مناط تکفیر انتخابات خود انتخابات نیست، مناط تکفیرش اتخاذ ارباب است. چله که همون آیه که سوره توبه 31 است که الله سبحانه و تعالی میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم و ما امروا الا ليعبدوا اله واحد. اینها به خودشون رهبان خود و پیشواهای خود را چی گرفتند؟ اله گرفتند، رب گرفتند. برای چی؟ چگونه؟ هر گفته که اونها کردند، هر قانونی که اونها برآوردند، هر حلال حرامی که اونها برآوردند که مخالف شریعت بود، این اطاعت کردند و همونها را رب گرفتند. پس انتخاب بارک الله فیکم، این انتخابات رو از همین جهت کسایی که به انتخابات اشتراک میکنند به تقسیمات به 3 قسم تقسیم میکنند. کی تقسیم کرده؟ شیخ علی ابن خدیر که مرجئه ها وقتی که نامش رو میشنود بدنش به لرزه میاد. باید ما این علما رو هم مطالعه کنیم. اگرچه مذهب ارجاء رو گرفته باشید یک بار ببینید این علما رو هم، زیرا که ما علمای شما رو میبینیم، همه علمای شما رو میبینیم و کتابش رو مطالعه میکنیم، تناقضاتش رو با خبر است. بالاخره عالم و طالب علمی که از قرآن و سنت با خبر است و دعوای علم میکند به انتخابات میرود، مشرک است، شک به مشرک بودن اون است. و یک انسانی که امکانیت فهمیدن دارد، انا به نزد شیخ ابو عمر حفظه الله یا به نزد دیگر طالب علمان اهل سنت است، شاگردای شیخ است، آدم عادی است، به انتخابات میرود، مشرک است. اما یک انسانی که از علما و از طالب علم و از قرآن و از سنت دور است و استفاده بردن اینترنت هم قدر خوب نیست یا که نو است، در این حالت ما میگیم جهل در شرک خفی عذر است و ما میگیم که او به شرک واقع شد اما شرک به او واقع نمیشود. یعنی نواقض اسلام است اما تکفیر کرده نمیشود الا بعد از حجت. اما حالا به سوال دوم باز میگردیم، ذات و انواط. شما گفتید برادر تاجیکی همه اکثر علما ذات و انواط را یک مینوت در همین سوال یکم جواب دادن نشید. من گفتم که دلیلی برای فرق شرک ظاهر و
یعنی که آشکار چی گفتم یک دلیلی از متقدمین بیارین. شما استدلالی فکری خود خانه بیان کردین از آیات دلیل گفتین آیات نمیاد. ببینید من سوال از شما نوشتم، من شاید از سوال شما کمی تاخیرتر نوشتم. سوال شما در چهارم نوشتم، ظاهر و خفی نوشتم. یعنی فرق ظاهر و خفی کی گفتگی در چهارم نوشتم. بیاد ذات انوار توجیه برام که ظاهر و خفی این یک مسئله که به انتخابات تعلق ندارد، این مسئله عمومی است. در این بالا این با صحبت میکنه. در مسئله ذات انوار شما گفتید اکثر علما شرک اکبر گفته. کی هستن اون اکثر علما؟ یک نفر نامش بگید که شرک اکبر گفته باشه ذات انوار. یگان نفر از علمای اهل سنت و جماعت نیست. هر کسی که دعوا میکند که یک عالم فعل صحابگان را شرک اکبر گفت، قسم به الله انا همین حاضر بیاد. اگر امروز نبیاد بعد از تا ما 5 روز انا همینجا با همراهی شیخ ابو عمر حفظه الله در حالتی چی هستیم؟ ان شاء الله هر شب در حالتی انا همین خیلی کنفرانس هستیم. من شیخ الاسلام ابن تیمیه رو به شما میگم در زیر تفسیر در زیر همین حدیث ذات انوات به وقت ثقافی نظر بکنید که چی میگه. میگه بل هم شبهه، فقط تشبیه بالکفار بود. حتی ابن تیمیه رحمه الله شرک اصغر نمیگه، میگه که این تشبیه به کفار است. البته علمای زیاد فقط شرک اصغر گفتن. به خاطر چی؟ شما خودتون اگر شرک دانید بیایید پیش از این که ما در بالای صحابگان صحبت بکنیم که شرک اکبر کردن یا نکردن در مسئله ذات انوات نظر بکنیم که این عمل چگونه عمل بود. اولا اینها از من یا از شما طلب تشریع نکردن، از صاحب شریعت از محمد صلی الله علیه و سلم طلب کردن که اگر اجازت باشد ای محمد صلی الله علیه و سلم از الله پرسید یا به ما یک اجازه بدید که یک درخت تبرک بگیریم. یعنی نگفتن که از خود درخت پرسیم، بلکه درخت مبارک باشد، یعنی الله درخت را مبارک قرار بدهد. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت میدادند این درخت مبارک میشد، مثل حجر الاسود، مثل مقام ابراهیم، مثل رکن الیمانی، مثل دیگر از جایهای مبارکی که وجود دارد. فقط اینجا تبرک غیر مشروع شد. سوال به مرجئه ها همین است که تبرک غیر مشروع آیا شرک اکبر است؟ اگر بگید که تبرک غیر مشروع شرک اکبر است، از همه تکفیری ترین خوارج شما هستید. زیرا که همه حاجی هایی که 1 میلیون و 4-5 میلیون به مکه و مدینه می روند، شما نگیرید که چقدر تبرک غیر مشروع میکنند. اهل سنت اونها را تکفیر نمیکنند. مثلا به غار حرا می روند، در غار حرا نماز میخوانند و گمان میکنند که در همین جا نماز خواندن برکت دارد، یا در همین جا مسح کشیدن تبرک است و ثواب نماز زیاد است. آیا ما تبرک غیر مشروع را که سبب زیاد شدن برکت میداند تکفیر میکنیم یا که شرک اکبر میگیم؟ یگان نفر از علمای سلف خلاف خود رسول الله صلی الله علیه و سلم همون را تشبیه داد به قوم اسرائیل و اون شرک بود، همون شرک بود. یعنی قوم اسرائیل همون را طلب کرد شرک هست، یعنی اکبر شرک اکبر. احسنتم. انا اینجا ما میگیم که طالب علم اهل سنت از طالب علم مرجع فرق میکنه. علم چیزی نازک است. ببینید کلمه تشبیه و تمثیل وجود دارد. شما فرق تشبیه و تمثیل رو میدونید چی است؟ بیاد من به شما سوال نتیم، بیاد من فقط جواب میتیم من باب احترام همه برادرها. کلمه برادران عزیزم از تاجیکستان و افغان ایرانی و اهل توحید، ما دو کلمه داریم، تشبیه و تمثیل. هر کسی که باب توحید اسما و صفات رو خوند، توحید صفات رو خوند، میداند که با مشبهین هستند و ممثلین هستند. کلمه تشبیه این جزء، یعنی مقایسه کردن و مانند کردن 100% نه، جزء از جزئیات این مسئله رو به مسئله دیگر قیاس کردن است. هر کسی که میگه که یک چیز رو با یک چیز تشبیه کردن مانند کردن 100% است، کلام عربی رو نفهمیده است، بلکه تمثیل میگن. اینو اینجا پیامبر تشبیه دادن. از همینجا ابن تیمیه گفتن که اینجا فقط تشبیه اومده است. اما کلمه تمثیل اگر میشد یا عباره به معنای تمثیل میشد، تمثیل مانند کردن 100% است. از همین جهت مشبهه ها را علما تکفیر نکردند، بسیاریشان را، اما ممثله ها را تکفیر کردند. به خاطر چی؟ ممثله ها برای اینکه اونها تشبیه مانند کردن 100% را ممثل و در بعض حالت جزئیات را مانند کردن را تشبیه گفته میشد. مقصد من چیست؟ مقصد این کلام علمی است، کلام نازک است. مقصد این است که تشبیه کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان را به امت موسی، این فقط تشبیه کردن در سوال بود، نه در حکم فعل. فعل موسی علیه السلام حکمش دیگر است، قوم موسی علیه السلام حکمش دیگر است. فعل قوم محمد صلی الله علیه و سلم از صحابگان حکمش دیگر است. اما مانند فقط در سوال کردن بود. اونها گفتند که به ما یک چیز قرار دید، اینها هم یک چیز قرار دید. تشبیه، آیا تشبیه کردن به کفار این کفر اکبر است؟ نه، این درجه بالاترینش گناه کبیره است. تشبیه، اگر تشبیه فعلا شرک اکبر باشد، بعد شرک اکبر میشد.
اون که صحابگان فعلا انجام ندادند. تشبیه در سوال است. از همین جهت ببینید من به شما مثال دیگر رو میارم. حضرت علی رضی الله عنه از نزد یک قوم گذشته ایستاده بودند که مسلمان بودند. آنها در بالای شطرنج، شخمت به زبان تاجیکی داشتند شخمت بازی میکردند، شطرنج. حضرت علی به آنها ندا کردند گفتند که همین دلیل ها در گوش کنید. این دلیل ها تا استدلال شما اصلا نمیشود. قول علما را بیارید که شرک اصغر دانستند متقدمین، قول علمای متقدمین. ببینید همه سلف صالح همه‌شون میگفتند که صحابگان به شرک اکبر واقع نشدند و این سخن را ابن تیمیه نقل میکنند و محمد ابن ابراهیم ابن عبداللطیف ابن عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگن که ما فعلوا الشرك ولو فعلوا بعد منع النبي صلی الله علیه وسلم لكفروا. اینها فعل شرک انجام ندادند. اگر بسیار میبخشین یک نفر به نام علی انگوری امی خبیث میشه چیز کنی. ابو طلحه برادر اونا رو بگذارین، اونا محض اینجا برادر هست کنترل میکنه اداره چیز هست اینجا هست، اونا بگذارین، برادر هست. جزاک الله. بسیار میبخشید. خواهش می‌کنم. پس بارک الله فیکم. ما سخن علما رو به شما ابن تیمیه رو گفتیم که نقل سلف میکنند و کسای ابن تیمیه مذهبشون تشبیه بود، فقط صحابه تشبیه به کفر کردند. مذهب بسیاری علما همین است که صحابگان این فعلشون شرکی اصغر است، زیرا که تبرک غیر جایز رو طلب کردند و این سخن به اجماع همه علما است. نظر کنید به سخن محمد ابن ابراهیم، به سخن ابن القیم، به سخن محمد ابن عبدالوهاب که این رو همچون شبهه مشرکین ذکر کردن در کتاب کشف شبهات ذکر است. سلف نقل میکنند علما، ما به واسطه علما انا همین سلف نقل میکنیم. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا، احسن الجزا. خب تشکر برادر محترم فاروق جمشیدی، برادر بزرگوار، مهربانی کنید. فاروق جمشیدی. بله استاد گرامی، نوبتی که برای دوستان دیگه اگر نیست که بله استاد عزیز. بله استاد، من قبلا صحبت خود کردم استاد گرامی، اگر دیگه دوستان صحبت ندارن دیگه سوال ندارم، فقط یک سوال بود که مطرح کرده بودیم قبلا. دارن صدای من استاد؟ دارن. همین دوست ما که راجع مسئله حدیث ذات انوات سوالاتی داشتن، رفرنس میخواستن، دوست گرامی شما میتونید که در کتاب الاعتصام در جلد 2 در صفحه 245 و 246 مراجعه بکنین و همچنین اقتضاء الصراط المستقیم صفحه 314 در اونجا میتونین مراجعه بکنین. کلام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه است که در اینجا بسیار واضح صراحتا گفته شده برادر محترم. و دیگه ای که کتاب التوحید باب من تبارک بشجر او حجر و نحوهما در اونجا میتونین مراجعه بکنین. اینجا هست راجع به مسئله ذات انوات شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه بسیار صراحتا ایره تشریح کرده. و شیخ یک مسئله بارز معذرت یک مسئله دیگه خواهیم که همین شرک اکبر را انجام داد. بسیار خوب، چرا رسول الله تکفیر نکرد اونها را؟ میرسیم به حدیث دیگه، حدیث متفق علیه است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله مهربانی میکنن این تو زمانی میاد که شما از امتهای پیشین تقلید میکنین، حتی از سوراخ سوسمار هم تیر شد، شما از پشت سر همین تو تیر میشین با این تنگی که داره. بعدن صحابه گفتن یا رسول الله منظورتون یعنی یهود و نصارا است؟ گفت بله خیلی منظور ما کیست؟ یعنی در اینجا اگر این مثال بتیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله یعنی تشبیه به یهود و نصارا ساخت، اینجا شرک اکبر کردن و بسیار مثال ها ما و شما داریم. بسیار جالب است. مرجئه ها، اکثری مرجئه شما در کتبای مرجئه های قدیم اگر مراجعه بکنید اینمی حدیث ذات انوات براتون مثال میده. اکثریشون اینمی براتون مثال میده و بسیار مثال های دیگری علما ذکر کردن. جزاک الله خیرا. فاروق جمشیدی برادر مهربانی کنید. فاروق جمشیدی برادر عزیز. شیخ بارک الله فیک، در همین باب من میخواستم به برادر توجیه مثال بیارم لیکن اجازه ندادن. من دو مثال میخوام بیارم از پیامبر صلی الله علیه و آله. پیامبر صلی الله علیه و آله تشبیه کردن، گفتن شارب الخمر كعابد الوثن. شراب نوش مدمن الخمر، گفتن مدمن الخمر كعابد الوثن. مدمن الخمر یعنی کسی که بسیار شراب می نوشد،
این به مانند عبادت کننده چی است؟ به مانند بت پرست است. پس ما هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند، یعنی تشبیه کردن، گفته هر کسی که شراب خور است او رو میتوانیم که مشرک بگوییم و بت پرست بگوییم؟ نه، در اینجا جزئیات تشبیه رفته است. کلمه تشبیه معنیش مانند کردن 100% نیست، در یک جزء از جزء مانند است. بله، شرابخور هم جدا شده نمیتواند از شرابخوریش، این چنین بت پرست هم از پرستیش به یک آسانی جدا شده نمیتواند. یا که حضرت علی رو داشتیم میگفتیم که از نزد کسایی میرفتن که شخمت میبختن، گفتند ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، این صورت ها چی است که در نزد اینها اعتکاف کردید؟ یعنی مثال گویا که مثل مشرکین قیاس کرد. این معنای تکفیر ندارد، یعنی یک نمود شیشتنشون مانند مشرکین بود اما فعلشون مشرکین نیست. از جزاک الله خیرا. جزاک الله خیرا. خب برادر محترم فاروق جمشیدی، برادر بزرگوار، شما مهربانی کنید. فاروق جمشیدی برادران محترم، فقط ما 20 دقیقه دیگه وقت داریم، بعد از 20 دقیقه برنامه به اتمام میرسه و گفتنمونه که ما فردا ساعت 8 به وقت جرمنی و 11:30 به وقت افغانستان و ساعت 10 به وقت مسکو و ساعت 8 ساعت 10 به وقت ترکیه ما برنامه داریم. همه روزه این برنامه را ما داریم. ان شاء الله تعالی ما کوشش میکنیم هرچی عاجل در ظرف 4-5 روز ان شاء الله ایرا به اتمام برسانیم باذن الله سبحانه و تعالی. دیگر هیچ شک و شبهه نمانه. الله سبحانه و تعالی شیخ مدنی را حفظ بکنه و دیگر موحدینی که زحمت میکشن الله شما را با عزت داشته باشه. بسیار اختصار کوتاه دوستای عزیز، ما دوست داریم که تا صبح شما باشین، اما طرف شیخ ما وقت است. ان شاء الله کوشش بکنین که اختصار صحبت بکنین. ان شاء الله از صحبت شما ما مستفید شیم. از سوالی دارین شیخ بخیر. شیخ عزیز بارک الله فیک، پیش از اینکه برادرها باز صحبت بکنن، همین سوالی که ظاهر و خفی ما میخوام کمی صحبت بکنم با اجازه شما شیخ بزرگوار بارک الله فیکم. امروز مرجئه ها یکی از زبان درازی اونها انا همین ظاهر و خفی رو کی کرده، زیرا که اونها نه اصول دین رو و نه مسائل غیر اصول دین رو و نه ظاهر و نه خفی رو فرق نمیگذارن. سبب چیست؟ سبب فرق نگذاشتن مرجئه چیست؟ برای که مرجئه ها جهل رو مطلقاً عذر میدونند. کسی که جهل رو مطلق عذر میداند برای او تفصیلات و تفریقات وجود ندارد. هم ظاهر و هم خفی چی است؟ اینها بارک الله فیکم جهل عذر است. اما در نزد اهل سنت و جماعت او برادر سوال کرد که ظاهر و خفی رو کی فرق گذاشته. اولا برادر عزیزم بارک الله فیکم اهل توحید، شما خوب به اسلام نظر کنید. ما اصول دین داریم و ما مسائل ظاهر از احکام داریم و ما مسائل خفی داریم. مسائل خفی هم از مسائل شرک اکبر و کفر اکبر میتواند باشد و هم از مسائل احکام میتواند باشد و مسائل ظاهر این مسائل هم میتواند از مسائل اصول دینی ظاهر باشد و از هم مسائل احکام و مسائل یعنی عقیدوی ظاهر باشد. پس اینجا ما به شما الان نقل میکنیم که کی مسئله ظاهر رو ذکر کرد یا کی خفی رو ذکر کرد. من البته حالا میخوام کتاب رو نشون بدم، لیکن اصلا مشکلی دارد. در این مسئله کتاب ها بسیار است. سلف صالح در این مسئله زیاد صحبت کردند، اصول دین رو جدا کردند. مسئله اصول دین این جدا است. اینجا سوال یکم این است که اصول دین رو ما چگونه از مسئله ظاهر فرق گذاریم؟ برادران و خواهران موحدان، اصول دین گفته همان اصول را گفته می شود. خیلی که علی بن خدیر از علما ذکر میکنن که سلف رو ذکر میکنن. این باب مختصر من به شما فقط توجیه میدم، نظر بکنید به کتابی اصول دین عند السلف علی بن خدیر یا که اصول دین عند السلف در بعضی ها وجود ندارد، در بعضی تبعات. بالاخره اصول دین همون مسائل هست که همه رسولان به همون مسئله دعوت کردند. عبادت الله رو همه رسولان دعوت کردند، پس اصول دین است. ترک شرک رو همه رسولان دعوت کردند، پس اصول دین است. مشرک رو تکفیر کردن رو همه رسولان دعوت کردن، البته اصلش نه جزئیاتش. اصل تکفیر از اصول است، نه همه جزئیاتش. خود دقت. و بعد از این بارک الله فیکم در مسئله اصول دین قتل غیر عمدی انجام داده به خطا کسی را کشته در موتر سوار بوده رفت زده او را کشته. خب این چی میشه حکمش؟ خب
فاروق جمشیدی برادر محترم صدا امی شیخ این موضوعی که البته فردا باید با ما صحبت میکنیم باذن الله، این را با فردا بگذاریم بهتر خواهد بود. تمام باشه. جزاک الله خیر، احسن الجزا. خب برادر محترم ابو محمد اسماعیل و جوانان برادر شما باشین، ان شاء الله در خاتمه باز ان شاء الله شما صحبت‌های داشته باشین، برادران منتظر هستن. آقای ابو محمد اسماعیل شما مهربانی کنید. ابو اسماعیل برادر بزرگوار که شما خیلی انتظار کشیدین. جزاک الله خیرا استاد بزرگوار و شیخ محترم، از شما بسیار زیاد تشکر میکنم. الله شما را حفظ کنه، برای شما جنت الفردوس نصیب کنه. بسیار زیاد معلومات مفید بود برای ما. دیگه چیز گفتنی خاص ندارم، شنونده تان هستم. منتها یک چیز کوتاه میخواستم بگم شیخ بزرگوار، همین کتابایی را که شما گفتین در لسان فارسی و انگلیسی و یا هلندی و آلمانی پیدا میشه شیخ بزرگوار، چون ما همین لسان ها را سر شک ذره تسلط داریم. جزاک الله خیر. ان شاء الله هیچ مشکل نیست. من کتابا را کتاب کارش براتون میفرستم ان شاء الله، هیچ ضرور ان شاء الله باذن الله. جزاک الله خیر. خب برادر محترم اسامه مهربانی کنیم برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حیاکم الله، بارک الله فیکم. شیخ اگر اجازه باشه برادر اسامه میبخشید شیخ ابو عمر، این برادر ما اسامه از برادرای تاجیک، یکی از طالب علمان اهل سنت و الجماعت که خیلی ختم کرده و الحمدلله خوش آمدن اینجا. برادر اهل سنت و الجماعت که یکی از علمای جوان اهل سنت و الجماعت هستن. الله جزاک الله خیر. متاسفانه یک طالب علم از شهر رسول الله که ذکر کردین امینا هستن؟ نه، اون نفر دومی که ذکر کردین. ان شاء الله خیر، درست است. خب مهربانی اسامه برادر بزرگوار مهربانی کنید. میشنویم شما. شیخ صاحب ابو عمر بارک الله فیکم، اگر اجازه باشه در رابطه با رد همون کسی که در رابطه با حدیث ذات و عنوات سوال کردن، در رد همون میخوام یعنی کمی صحبت داشته باشم اگر اجازه باشه. مهربانی و اون شخصی که مثلا اومدن همیشه این حدیث ذات و عنوات دلیل میگیرن، اگر ما سند این حدیث رو ببینیم ترمذی روایت میکنه حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي إلى آخره. همین أبي سنان بن أبي سنان إن ضعيف بدأ مجهول است، مجهول الحال است، حتی استادین مجهول الحال است. بعضی از علمای را حدیث منکر گفتگیان و همچنین که شافعی الله اعلم شافعی هست، این حدیث ضعیف گفتگی است، قبول ندارن این حدیثه. وقتی که حدیث ضعیف است حجت شده نمیتونه. دوما تشبیهی که اونها میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که شما تشبیه کرده، الله اکبر که سبحان الله، کما اونجا که در چی گفتن سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا. اولا هیچ وقت مشبه مثل مشبه به نمیشد، درست است؟ من وجه مشبه مثل مشبه به نمیشد. دوما تشبیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن در همین اجعل بود، همین کلمه اجعل لنا ذات عنوات. قوم اسرائیل هم چی گفتن؟ اجعل لنا الها. تشبیه در اینجا بود. چگونه که گفتیم و شیخ ابو محمد حفظه الله خالی که جواب دادن و خود اونها از رسول صلی الله علیه و سلم این طلب کردن که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونا از خودشون از قبل نفس خودشون این قرار ندادن که این ذات عنوات هست، این درخت فلان درختی است که این داروی چی است، برکت هست. یا رسول صلی الله علیه و سلم اگر بیایم مثلا ما چیکار بکنیم، تنازلا مثلا بگیم بله حدیث صحیح هست، بازم اونا اومدن چیکار کردن؟ یا رسول صلی الله علیه و سلم درخت قرار بده، البته این از جانب الله با اذن الله درخت باشه که برای ما برکت حاصل بشه. رسول صلی الله علیه و سلم همین پیشنهاد چیکار کرد؟ به شدت انکار کردن و گفتن که همون قولی که بنی اسرائیل از موسی طلب کردن شما همون از ما طلب کرده. و همین گفتنی هستم که این شبهه هم نیست، چون این حدیث ضعیف است، دلیل شده نمیتونه. به همین خاطر نباید که این چیزها را بسیار پیش بکنن. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیر. حیاک الله شیخ، حیاک الله، بارک الله. جزاک الله خیرا، احسن و جزاک الله خیرا، الله شما را اجر عظیم بده. گیریم کمی حدیث صحیح هم باشه، قبلا شیخ مدنی تشریح دادن.
این اگر اونا در شرک اکبر، یعنی در شرک اکبر اگر اونا یعنی عملا اعتقادا به می عمل اونا چیز نکردن درست بود، اما در اینجا نص حدیث واضح است برای ما و شما، بسیار واضح است. اما اونا چی کردن؟ فقط تبرک جستن، یعنی به خاطر ازمی یعنی گفتن که همانند از این، نه که نعوذ بالله اونا گفته باشن که مثل از این که اینا این کار را میکنن ما این کار را بکنیم. اونا تقاضا کردن، اگر این کار را کردن رسول اکرم چرا اونا را تکفیر نکرد؟ چرا؟ یک سوال است. اگر بگیریم حدیث دیگر هم در نظر بگیریم، حدیث متفق علیه که شما اگر داخل سوسمار میشه از اونا تقلید میکنید، آیا در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و اصحاب خود تکفیر کرد؟ این مثال هم هست. یعنی سعی کنید دو حدیث با هم در تناقض است. اگر بگیریم، اگر او را بگیریم که در شرک اکبر است، هم در شرک اکبر است. یعنی رسول اکرم تمام اصحاب خودم تکفیر کردن، نعوذ بالله. بر صورت الله مستعان، یعنی شبهات اینا ایجاد میکنن همین مردم. آقای برادر ابو سیف الله برادر مهربانی کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. استاد محترم امید صحتمند باشین. یک سوال داشتم از شما. استاد محترم، شما در این موارد مسائل شرک اکبر و شرک اصغر صحبت کردین و اکنون استاد یک سوال است که سوال گرچه در ماه رمضان هم ما شما درست داشتیم ولی مسئله حل نشد به طور مکمل چون بسیاری برادرها از گروه برآمدن. استاد سوال ایست که هرگاه یکی از سران و طواغیت که کفر از او بوا هست به حساب و یک برادر دیگه میخیزه و او را اصرار به این میکنه که او مسلمان است ولی او شخص تکفیر نمیکنه، آیا کسی که این طاغوت را تکفیر نمیکنه حکم از این شخص چی است استاد؟ یعنی من لا یکفر الکافر فهو کافر، یعنی نواقص سوم اسلام که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه این را ذکر کردم در درسی در پیچ مبر راجع به مفصل ما تشریح دادیم. یعنی کسی کافر را کافر نگوید، الرضا بالکفر کفر، جهت کفر کفر است، تشریح دادیم. شیخ بزرگوار ان شاء الله اختصار صحبت بکنین راجع به که ما وقت خیلی کم داریم، بازم ابو سیف الله جزاکم الله خیرا. صدای شیخ، صدای برادر با من اینقدر خوب نامد، کمی بعضی قطعات یعنی کسی کافر را کافر نگوید حکمش چیست؟ بارک الله فیک. من لم یکفر الکافر هو کافر، یا که شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب در سومین شکننده اسلام ذکر میکنند من لم یکفر الکافر او صح مذهبهم او شک فی کفرهم فکفر اجماعا، به اجماع کفر میشد. البته در تفسیر تمام نواقض الاسلامی که اهل سنت و الجماعت نوشتن، نه مرجئه ها حزبی ها و مدخلی ها، بلکه اهل سنت و الجماعت نوشتن، نظر بکنید هر کسی که یعنی از کفر اصلی باشد یا از کفری که در دایره اسلام است و به یا یهود رفت و یا به نصارا رفت یا به دین مشرکین رفت. همین قبر پرستی هم دین است، این دین مشرکین است. به اینها را کسی دیده و دانسته مشرک میشد. البته این به ظاهرش نیست، تفصیلات دارد. تفصیلات همین است که یک عالم، یک طالب علم حجت اهل سنت را دید، دانست، فهمید، اما مشرک را مشرک نگفت، مشرک است. اما یک انسان از سبب شبهه، از سبب جهل، از سبب تعویل مشرک را مشرک نگفت. البته قیام حجت کرده می شود و بعد از این، بعد از قیام حجت اگر قبول نکند مشرک است. دلیل یا که حجت از سخن اگر علما بگید نظر بکنید به کتابی شرح کتاب التوحید تیسیر العزیز الحمید، سلیمان ابن عبدالله رحمه الله میگن که من لم یکفر المشرکین بسبب الجهل والتأویل بین له دلاله القرآن والسنه. هر کسی که به سبب جهل و تعویل و شبهه مشرک را مشرک نگوید، حجت قرآن و سنت به وی رسانیده می شود که مشرک را باید مشرک بگویی. فإن لم يتوقف فإن توقف بعد ذلك، اگر توقف بکند بعد از حجت رسیدن فهو مشرک مثله، این مشرک است مثله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ابو یوسف، ابو سیف الله برادر محترم، سوالتان جوابتان را گرفتیم ان شاء الله. بله استاد، جزاک الله خیر. جزاک. دوستایی که در استودیو هستن با عرض معذرت اگر سوالات نداشته باشم پایین برون، ان شاء الله که ما برنامه با آخر رسیده. امی برادر ابو عبدالله، برادر بزرگوار مهربانی کنین. ابو عبدالله، ابو عبدالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استادان گرامی قدر،
از الله طلب دارم که همه ما را در این راه صاحب قدم نگه دارد و میخواستم از استادان سوال کنم که همین بین ما و بین امروزه مرجعه ها یک نافهمی هست که اونها همین چیز قبول ندارن، یعنی که همین حکم و اسم، یعنی که اسم سری مشرک میدهیم، اونها همین اسم ندارن. آیا همین اسمی که ما میدهیم همین از کدام کتاب، یعنی که ما از کدام قبل گرفتگی هستیم؟ جزاک الله خیرا. و ایاکم. انشاءالله که سوالشان متوجه شدین شیخ. بله، اولا بارک الله فیک برادر عزیز، سوالی بینات خوب است. نظر بکنید، اولا ما نظر میکنیم به کلام های علمایی که موافق به کلام سلف هستند و همه اون علما رو تزکیه دادند، بمانند ابن تیمیه، محمد یا که ابن القیم الجوزی. در کتاب طریق الهجرتین ابن القیم الجوزی میگن که اسم الشرک یقع، اسم شرک واقع می شود بكل مشرک، به همه مشرک، قبل الرساله و بعد الرساله، پیش از حجت رسیدن و بعد از حجت رسیدن. فاما العذاب بعد الرساله، اما عذاب بعد از رسالت است، بعد از قائم شدن حجت است. پس ابن القیم الجوزی آشکار گفته شدند که ما دو کفر داریم، کفری اسم و یا که بگم دو نوع تکفیر داریم، تکفیر اسم و تکفیر معذب علیه، یا که تکفیر معذب علیه رو تکفیر العقوبه هم میگویند. پس میگویند که همون اسم شرک حالا حجت نرسیده هم ثابت میشود به بالای انسان مشرک، چیزی که در قرآن الله ثابت کرد، و اما همون انسان مشرک رو عقاب کرده نمی شود، اذیت داده نمی شود در این دنیا و آخرت مگر بعد از رساله. و همین در زیر تفسیری نظر بکنید، بارک الله فیکم، ابن جریر الطبری یکی از علمای سلف است، پیش از ابن تیمیه، پیش از علمای سلف، وفات کننده 310 هجری. امام در کتاب التفسیر فی معالم الدین ذکر میکنند در باب امون رده و کفر و تکفیر. و در زیر آیت سوره کهف آیت 103 104 105 ذکر میکنند که در حقیقت جهل عذر نیست، اما تکفیر اسم و تکفیر معذب وجود دارد، اشاره به این میکنند. و از این اشاره ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموعه الفتاوا ذکر میکنند که ما دو تکفیر داریم، تکفیر اسم و تکفیر عقوب، تکفیر عقوبه. بارک الله فیکم. جزاک الله خیر شیخ. ما وقتم بسیار کم داریم ابو عبدالله، انشالله فردا شب ساعت 8 به وقت جرمنی ما پروگرام داریم، انشالله فردا شب سوالاتونو بکنین. جزاک الله خیر. انشالله برادر شیخ عزیز الله شما را حفظ بکنه، من میخوام از سلف یک مثال دیگر در همین تکفیر اسم عقوبه بیارم، زیرا که مرجئه رو دیدم که در همین باب به نهایت یعنی کوشو هستند، میخوان ارجاع رو کارند. حضرت علی رضی الله عنه، هر کسی که حضرت علی رو اله گفت آیا مشرک خوند یا نخوند؟ سوال اول ما جواب میتیم که سلف اجماع کردند، همه صحابگان با حضرت علی رضی الله عنه که هر کسی که حضرت علی رو اله گفت و سجده کرد یک بار مشرک گفتند. اما آیا قتل کردند یا نکردند؟ نکردند. اول قتل نکردند. پس همون یک بار شرک رو انجام داد به حضرت علی که سجده کرد، صحابه اجماع کردند تکفیر اسم رو دادند، اما تکفیر عقوبت یعنی اونها رو به قتل نرسانیدن مگرم بعد از 3 روز بعد از قائم کردن حجت و وقت دادن به توبه. بعد از اینکه توبه رو انجام ندادن بعد از 3 روز آتش رو شعله کرد و اونها رو به آتش انداخت و به قتل رسانید. پس این فعل صحابه به اجماع است و این خیلی مثال ها زیاد است. بارک الله فیک. جزاک الله خیر. یک برادر تاجیکی ما بسیار زیاد سوال کردن همینجا، با کدام دلیل فرق نمیگذاری بین کفر اصلی و مسلمان با شرک گرفتار شده؟ خب منظور سوال شاید این قسم باشه، شاید یعنی با کدام دلیل فکر نمیگذاری بین کفر اصلی و مسلمان، یعنی چرا این فرق نمیگذاری؟ منظورشان شاید امین باشه. منظورشان همین است که یعنی تکفیر مشرکین رو مرجئه قبول دارند، اما تکفیر کردن مشرکی که خود را به ملت محمد صلی الله علیه و سلم نسبت به امت محمد نسبت میدهد منتسب به اسلام رو قبول ندارند. از همین جهت اینها فرق که میگذارند میگن که به کدام دلیل شما فرق نمیگذارید؟ اولا جواب یکم ما این است که شما به کدام دلیل فرق میگذارید؟ حالا اینکه ما اجماع داریم که میگویند هر کسی که فعل نصارا رو کرد، مثلا یک انسان خود را مسلمان گفت
رفت به همون کنیسای مشرکین و همون کریست رو به گردنش آویزان کرد، همراه مشرکین عیسی رو عبادت کرد. آیا این رو ما مسلمان میگیم؟ باز 5 وقت نماز میخونه، همه اجماع میکنن که این کفر است. اینجوری هر کسی که سر قبر میرود این رو مشرک گفته میشود. دلیل ما قاعده مجمع علیه است. قاعده مجمع علیه است. در اصول فقه میگن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت از قرآن به عموم لفظ است، نه به خصوص سبب. یعنی ما نظر نمیکنیم که سبب نازل شویش به یهود است، به مسلمانان تعلق ندارد، بلکه محمد امین شنقیطی در زیر اینو اتو میگن که هر کسی که فعل مشرکین رو یهود و نصارا رو کند، یهود و نصارا حکم اونها رو میگیرد. هر کسی که فعل مشرکین قریش رو کند، اگر خود را به امت محمد صلی الله علیه و سلم نسبت دهد، هم حکم مشرکی رو میگیرد، زیرا که اصول دین مشرکین رو به جا آورده است. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا. خب مامی ان شاء الله من آخری برنامه را ان شاء الله به شما میتونم. آقای گفتم داشتم برای شیخ ابو. خب مهربانی میشنم مهربان. الله متعال حفظ کنه شیخ ما را ان شاء الله که پاسخ به شبهات عزیزان شد. الله متعال استقامت نصیب ما کنه. الله متعال در علم و عمر شیخ ما برکت بیاندازه. تشکر از اینکه وقت دادن برای ما. ان شاء الله که در برنامه‌های بعدی سوالات داریم ان شاء الله که حل شد. ان شاء الله باذن الله. همینجا ابو صوت شیخ محمد امور مدارم امور دوستا روان کردن. صبر کنین که چیز کامپیوتر اینا یک صوت عادی باید رایی میکنن، اینا با یک چیز رو فایلی که اینا به ما فرستادن هیچ نمیگیره. من کوشش دارم با ما فوروردش کو ماجوش ان شاء الله. برادران محترم، کسایی که سوالات ندارن یا گفتنی دارن لطفا اگر پایین برن بهتر است که ما این برنامه را اختصار بکنیم که وقتم کم است. ابو مختار برادر محترم اگر سوال داشته باشه ان شاء الله، اگر شما نه وقت آمدین لایف این چقدر وقت پیش، مهربانی کن ابو مختار برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت تمام دوستایی که اینجا حضور داره، همچنین اساتید محترم، برادرای عزیز. من متاسفانه به دلیلی که استودیو پر بود، هرچی که کوشش کردم ما استودیو به ما پر نشان میداد، نمیشد ما وارد شوم. به او خاطر من همی اواخر تونستم داخل بیم متاسفانه. دیگه عرضم به حضور شما که من در رابطه سوالم در رابطه با آیه 31 توبه بود که حدیثی هم در من بعد انتقاد میشه گفت از مطعم ابن عدی که شخصی مسیحی بوده، یعنی نصارای مسلمان شده بوده، که بعد از نزول آیه آمد از رسول الله پرسید که بعد از اینکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون، که آیه نازل شد به اصطلاح یهود و نصارا را علم گفت علماتون هم پرستش میکردین، یعنی میکنین. مطعم ابن عدی از رسول الله پرسید یا رسول الله ما علمای خودمون پرستش نمیکردیم، چرا یا آیه ما را خطاب پرستش به کار برد؟ رسول الله فرمود آیا علمای شما چیزی را حلالی را حرام میکردین یا حرامی را حلال میکردن قبول میکردین یا نمیکردین؟ مطعم گفت بله یا رسول الله قبول میکردیم. گفت پس اینمی پرستش هست دیگه. خب پس ایره من گفتم یک روشنی دمی آیه بندازین. و اجماع علما هم به این نظر هستن که هر گناهی با ترکش شاید بخشیده شود، ولی الا شرک بخشیده نمیشه، باید توبه کنی. یعنی اینکه همون کسی که تا توبه نکرده مشرک گفته میشه دیگه که یعنی الله نمیبخشش تا زمانی که توبه نکرده. مشرک هست، پس چرا ما مشرک نگوییم موره؟ یا فرض مثال اگر شیعه یا صوفی که عمرش در شرک قبر پرستی میگذرانه، ما را خطاب مشرک نگیم، بعد از مرگش چیکار داریم با او که ما را خطاب مشرک بگیم؟ که بازم دیگه اونها امتی بودن درگذشتن به اصطلاح سوره بقره که دو جا میره بیان کرده. ما بعد از مرگشون نمیتونیم اونها را خطاب کنیم، بعد از زنده بودنشون اونها را انذار بدیم دیگه. جزاک الله خیرا. بارک الله فیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بهترین بله حدیث است امام والله در مسند و ترمذی روایت حیاک الله. جزاک الله خیرا.
برادر محترم جوانمرد برادر محترم هستین، برادر بزرگوار. خیلی شما خیلی مختار شما رو پایین تا میکنم با عرض معذرت که می انشالله باز فردا باز ما و شما صحبت نداشته باشیم. ما گوش میگیرم. شب خوش به کلگیتان. موفق باشید. سلام علیکم. ابو محمد برادر امورا پلی بکنین، امورا من نتونستم اینجا، ما چه رقم پلی میشه. ابو محمد برادر امورا پلی بکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و برکاته. میکنم امید ازم. صدای شیخ محمد وارث منیب است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده طالب العلم محمد وارث منیب هستم. بسیار خوشحال هستم، الله سبحانه و تعالی را شکرگزار هستم که در هر عصر و در هر زمانه و در هر وقت انسان هایی را پیدا میکنه که حق را میگویند ولا یخافون فی الله لومة لائم، خصوصا ابناء سلمان فارس رضی الله عنه، کسانی که رسول صلی الله علیه و سلم در موردشان گفته که اگر ایمان در ثریا باشه لناله رجال من هؤلاء، افرادی هستند در این نسل که انشاءالله ایمان را، دین را، علم را، فقه و دانش را حتی از ثریا به زمین به مردم میرسانند. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وفقكم الله لكل خير. خصوصا شيخ و برادر عزیز و گرامی ما ابو محمد اسکندر المدني حفظه الله تعالى وبارك فيك وجعلك من اهل الجنه، و همچنان برادر عزیز و گرامی ما الشيخ صلاح الدين ابو عمر حفظك الله وبارك فيك زادك الله علما والتقى، و سایر اخوه و موحدین عزیز و گرامی که در این مجموعه و در این کنفرانس مبارک شرکت کردین. بارک الله فیکم، جزاکم الله خیرا و وفقکم الله للمزید. الله سبحانه و تعالی حافظ و ناصرتان باشه. الله سبحانه و تعالی همیشه شما را توفیق بده در کارهای خیر، در گفتن حق، شما بیانگر حق و روشن کننده امور شرعی برای دیگر ملت مسلمه و مسلمان باشید. الله رب العزت همه من شما را از حفوات و از کارهای خلاف دین و از احوا و نظریاتی که خلاف دین هست و در عصر کنونی زیادتر رواج میشه، الله متعال ما را دور داشته باشه. بسیار خوشحال شدم از دیدنتان، الا که متاسفانه کوشش و تلاش زیاد کردم نتونستم با شما صحبت بکنم. الا کلی حال گرچه من لیاقت و شایستگی زیر نداشتم که صحبت میکردم، من فقط مستفید شدم الحمدلله صحبت های شما عزیزا و دوستای گرامی. امید هست که در آینده ها بتونیم ان شاء الله باز هم با شما باشیم. در خصوص این موضوع بعضی دوستا خیلی زیاد تقاضای جدی از من داشتن که اظهار نظر کنم و در این موضوع چیزی که میدانم فقط چند نکته را مختصر اشاره میکنم در خصوص موضوعی که شما در یک قدر وقت هست که الحمدلله بیانگر هستید. در موضوع جهل، اگر ما جهل به این قسمی که مردم احمق و مردم نادان عذر میدانند، به این قسم اگر ما عذر بدانیم نعوذ بالله، یعنی هیچ کافری در دنیا نمیمانه، بلکه همه کفار جاهل هستند، احمق هستند، نمیدانند. پس اگر ما جهل عذر بدانیم هیچ کافری در دنیا نمیمانه. پس به این قسم جهل عذر شده نمیتونه. و بعضی جاهایی که مشایخ بیان کردن که در بعضی جاهایی که شریعت پذیرفته، در اون جاها ما مجبور هستیم، مکلف هستیم که به اسلام تن بدیم و بپذیریم. در غیر از او مطلقاً به قسمی که بعضی ها میدانن فلانی معذور است و فلانی معذور است و فلانی معذور است، این باعث انتشار کفر در روی زمین شده. خود یعنی فکر و اندیشه فاسد باعث ازی شده که بسیاری مردم در کفر واقع شده و کسی به او نگفته که تو کافر هستی، بلکه خیر است تو معذور هستی، تو نمیدانی، تو معذور هستی، تو عذر داری، تو جهل داری. و این نحوه باعث شده همین فکر و همین اندیشه فاسد که کفر در روی زمین منتشر شده و بسیاری مردم بر گودال حماق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، أحسن الجزاء الشيخ محمد وارث حفظك الله. الله شما رو با عزت داشته باشه. بسیار خوشنود شدیم. ان شاء الله فردا قبل از پروگرام دوستا با ما همکاری بکنن، ان شاء الله بتونیم که اونا را بله. شیخ محمد وارث منیب رو هم اگر شیخ ابو عمر حفظك الله میشد که اینجا یک کمی روحش رو آماده میکردین، همراه میشدن و از علم شیخ و از البته حجت آوردن و مسائل بیان کردن شیخ دیگر برادرها استفاده می‌بردن، با البته ما خوشحال می‌شدیم. ان شاء الله دوستان همو آدرس واتساپ شیخ به من بفرستین، دوستایی که دارن ان شاء الله اونا رو فردا من چیز میکنم در استودیو میارم باذن الله سبحانه و تعالی. جزاکم الله خیرا، احسن الجزاء. ابو طلحه برادر شما رو پایین میکنم، خیلی چیزی گفتنی ندارین ابو طلحه برادر؟ خب برادر ابو طلحه رو پایین میکنم. جزاک الله خیرا. شماره شیخ محمد وارث باز دم روان بکنیم که سبا همکاری بکنیم که اونا رو بتونم در استودیو بیارم ان شاء الله.
ان شاء الله مشکل نیست. جزاک الله خیر به استاد شیخ ابو محمد المدنی، الله حفظت کنه و الله علمت زیاد کنه. جزاک الله خیر و دیگه پایین میگیریم، مشکل نیست ان شاء الله. جزاک الله خیر. شما رو پایین میکنم. من تشکر میکنم از ابو محمد برادر بزرگوار که صوت برادر محمد وارث گذاشتن. الله شما را اجر دارین نصیب بکنه. شیخ شما فقط یک دو یا گرچه طرفای شما ناوقت هم هست، بسیار اختصار و کوتاه خاتمه را ان شاء الله تعالی بعداً به جوانمرد موحد برای اونها میتیم که اونا صحبت بکنن. اگر قبل از شما گفتنی داره، شما باز مرخص هستین، شما اجازه دارین دیگه ان شاء الله میتونین برید. بارک الله فیک. الان اجازه دادید به من یک دقیقه شیخ؟ بله شما صحبت کنید، بعداً خاتمه را جوانمرد برادر ما صحبت میکنیم. خلاصه امروزه درسی که ما کردیم، حلقه امروزه که از صحبت شیخ ابو عمر و برادر شما ابو محمد مدنی بیرون می شود این است که جهل مطلقاً عذر است گفتن غلط است و جهل مطلقاً عذر نیست گفتن غلط است، بلکه این مسئله علم می خواهد و تفصیلات دارد. در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر جهل عذر نیست، در مسائل خفی و احکام و در مسائل حتی ظاهری که در قسم از صفاتهای الله باشد جهل عذر است و این است منهج اهل سنت و الجماعت با تفصیلات و کلام اهل سنت و علمای اهل سنت و الجماعت. از همین جهت اونهایی که در همین مسئله فکر میکنن که طالب علمان اهل سنت و الجماعت در اینجا ما گفته شدیم که جهل مطلقاً عذر نیست، البته این غلط است و این تهمت است و مختصری سخن ما همین است که جهل هم تفصیلات خود را دارد و از پیش خود هر کسی نمیتواند که یک باره این طرف یا اون طرف را. بارک الله فیکم. دیگه فردا شیخ ان شاء الله همین دو موضوع را ان شاء الله ما کوشش میکنیم که در ظرف بین یک و نیم ساعت به اتمام برسانیم. حقیقت اسلام که موضوع خیلی مهم است که اسلام را بشناسن، اسلام یعنی چی، تا که حقیقت اسلام را یک مسلمان نشناسه و چه قسم خود را با مسلمان بودن مسلمان میسازه. این خیلی مهم است که اسلام یعنی چی در معنا، در مفهوم، در اصطلاح شرعی. ان شاء الله فردا راجع به و بعدا نقطه چهارم که عذر به جهل از دیدگاه قرآن و سنت، این دو موضوع ان شاء الله فردا شیخ اگر بیان کنیم بهتر خواهد شد. تمام شیخ ان شاء الله باذن الله. همین دو موضوع ان شاء الله. جزاکم الله خیرا، احسن جزا. شما را به الله منان میسپارم، موفق و مؤید باشید. باز کم وقت شما رو میگیرم که البته ما از نام تمام برادران تاجیک موحدین و شما البته تشکر میکنیم، سپاسگزاری میکنیم. الله شما را حفظ بکند و به شما جزاکم الله خیر الجزا میگوییم. و البته برادران بسیار تاجیکی ما الان ببینید، من به برادران خبر بدم که در ایما ما یک کانال داریم که تقریبا زیاده از 50-60 نفر دیگر در نصف شب باشد هم اونجا گوش دارند. یعنی امروز زیاده از 200-300 نفر دارن گوش دارن در دیگر کانال های اینستاگرام و غیره و غیره. از همین جهت این یک مصلحت پربرکه بود که از جانب شما شد و امیدوارم که اجر و پاداش زیاد میگیرید و همه برادران اهل توحید شما از تاجیکستان به واسطه من به شما خیلی سلام و خیلی احترام خود رو البته ارسال میکنند و امیدوارم که الله سبحانه و تعالی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر شیخ. و ایاکم جزاکم الله خیرا. الله شما را اجر دارین نصیب بکنه. دوستان مستفید شدن. ان شاء الله باز من و شما فردا در ارتباط می باشیم و فردا دوستای محترم یادتان نره که ساعت 8 به وقت جرمنی و 10 ساعت 10 هم به وقت مسکو و 10 به وقت ترکیه و ساعت 11 به وقت افغانستان ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود. برادران محترم اگر سو خطا از بنده شده باشه مرا ببخشین، چرا که انسان چه قسمی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن کل بنی آدم خطاؤون است، کل ابن آدم خطاؤون است، خیر الخطائین التوابون. انسان بنی آدم خطا میکنه، اشتباهات داره، ما انسان هستیم، خطا داریم. ما نمیگوییم که ما عالم دین هستیم. من و شیخ ابو محمد المدنی من حیث یک طالب العلم، من حیث یک شاگرد مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی ما خود را هیچ وقت نه عالم جلوه دادیم، نه من حیث یک استاد، من حیث یک شیخ القرآن و ول فلان هیچ وقت جلوه ندادیم. فقط همین قدر
علمی که الله سبحانه و تعالی برای ما عطا کرده خدمت شما بیان میکنیم، دیگر کدام چیزی نداریم. اگر عقیده ای که او مخالفین داره، اگر به می عقیده نعوذ بالله از دنیا بریم، محاسبه بسیار سخت خواهد بود و 1.7 میلیارد مسلمانی که در دنیا زندگی میکنن اکثری علتش همین عقیده ای که اینها در تلویزیون ها و در صفحات مجازی بیان میکنن اکثرشون به این عقیده هستن. اگر گیریم که دین به این شکل باشه که موسی به دین خود و عیسی به دین خود و برای تو چی کار و تو چی کاره هستی، دیگه اینمی ذلت و خواری ما و شما را فرا خواهد گرفت. هدف ما است که از همین حالت ملت را چی بکنیم؟ نجات بتیم، وسیله نجاتشان شویم، در اصل رجوع بکنن، عقیده سالم در بدن سالم. ان شاء الله تعالی اجر ما در نزد الله سبحانه و تعالی است و ما علینا الا البلاغ المبین. دیگر دوستا از بنده ناراحت نشن، بعضی کوتاهی ها و کمبودی هایی که در برنامه هست ان شاء الله تعالی دوستایی که در اینجا بودن و ما را همکاری کردن خالی از اجر نخواهد بود. ان شاء الله که شما هم اجر و ثواب میگیرین داری. و محترم شیخ ابو محمد مدنی هم وقت خود صرف کردن و آمدن به خاطر الله سبحانه و تعالی خدمت شما بیان کردن. تقریبا 1.5 ساعت اینا تقریر کردن راجع به موضوع مقدمه و محل نزاع و پیدایش و سبب پیدایش عذر به جهل. ان شاء الله تعالی دوستا دوباره این لایف ببینین. امروز که صحبت شده ما این پخش مجددش منظورم، ان شاء الله دوباره ببینید و نوشته بکنین. اگر سوالات در ذهن شما خطور میکنه ان شاء الله میتونین که بیاین در استودیو بیان بکنین. ما از تمام برادرایی که موافقین و مخالفین است تقاضای ما است که لطفاً در مقابل یکدیگر بدرت نگویین، عکسای یکدیگر را پخش نکنین، تمسخر نکنین. این در اسلام من است، این جایز نیست. ما اجر ما در نزد الله سبحانه و تعالی است. هیچ وقت ما را مدح نکنید، هیچ وقت ابدا. اصلا در کانالایتان نوشته نکنین که شیخ فلانی، فقط اسم ابو عمر صلاح الدین یا ابو محمد المدنی کفایت میکنه، یعنی کفایت میکنه. لازم نیست که اینقدر، چرا که در لیاقتی از او را ما نداریم که شما، این لطف شماست که ذکر میکنین. الله سبحانه و تعالی توفیق عمل نصیب ما بکنه. اینا بگذاریم با کسایی که دنبال همین مدح میگردن که مدح بکنن، تشویق و ترغیب بکنن و حفظه الله و راه او استاد محترم که جزاک الله خیر، اون را واگذار کنیم با اونها. الحمدلله ما مردمای اصلاح وطنی که الحمدلله الله عزوجل ما را با مساکین، با فقرا، با ضعفا در روز قیامت حشر بکنه. ما جمله دنیا پرستان، طاغوت پرستان نیستیم باذن الله سبحانه و تعالی. به هر صورت همه شما را به الله منان میسپارم. برادر محترم نوبت را میتیم به برادر بزرگوار جوانمرد ان شاء الله اینا صحبت بکنن و ان شاء الله بعدا علی توحید برادر چیزی گفتنی داشت ان شاء الله از اونها میشنیم. برادر جوانمرد مهربانی کنید. استاد محترم جهان سپاس، تشکر از اینکه خیلی زحمت کشیدی، تلاش کردی تا اینکه برنامه بزرگ را اندازی کردی و یک تشکری خاص جا داره که از شیخ گرامی ما ابو محمد مدنی بکنیم که تقریبا در این وقت در 3 ساعت اینجا آمدن برای ما، هم پاسخ به سوالات دادن و هم ارائه کردن موضوع خیلی مهم را که شبهات مردم حل شد. الله متعال اعمال ما را خالصانه بگردانه و استقامت در ایران نصیب بکنه. بسیاری ها کسایی بودن که بهترین عالما بودن اما استقامت نکردن. الله متعال اونها را دیگه گمراه خودشان متمسک کردن به غیر از الله. ما شما دیگه قضیه بلعم ابن بورا را همه میدانند که با چقدر با وجودی که مستجاب دعا بود اما الله متعال چه رقم جزایش داد. امروز هیچ کسی ادعای ای را نکنه که ما فلان هستم و شیخ هستم فلان هستم. امروز ادعایی را بکنیم که چقدر به دین الله تلاش میکنیم، زحمت میکشیم و سخن میگوییم. برای کی میگوییم؟ به خاطر چی میگوییم و برای کی میگوییم؟ ما همین مسئله را در نظر بگیریم، واقعیت که باز تغییر در وجود ما میآید. الله متعال اعمال ما را
واقعا خالصانه بگردانه و توفیق عمل نصیب بکنه. هر چی که بگوییم و عمل نکنیم بیفایده هست. امروز متاسفانه بسیاری ها میگن اما عمل نه. ای کاش که اگان دوستا همین مسئله را برای ما بگن که چرا شما عمل نمیکنید، چرا شما که همین قدر میگویید خودتان عمل نمیکنید. متاسفانه بسیاری ها فکر میکنن که ما گوینده هستیم بهترین هستیم. نه خیر، گناهکار ما هستیم که همیشه بیان میکنیم تا که خود ما متوجه گناهان خود شویم، به خاطر قبر خود، به خاطر آخرت خود، به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی ما باید دعوت بتیم. دعوت ما ریایی نباشه، دعوت ما مخلصانه باشه و الله متعال برای همه موحدین و موحده ها استقامت نصیب بکنه. الله متعال برادران ما را در حفظ و پناه خود داشته باشه. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. در قسمت آخر هم از برادر گرامی ما علی توحیدی میخواهیم که چیز گفتنی هایی داشته باشند. جزاک الله خیرا و احسن الجزاء. الله عزوجل شما را جزای خیر نصیب بکنه. برادر بزرگوار، جوانمرد موحد، جوان مبارز، جوانی با استعداد، الله سبحانه و تعالی در راستای دین بوین اسلام شما را سرفراز و کامیاب بگرداند. الحمدلله صحبتای شیرین شما را شنیدیم. انشاءالله فردام تشریف بیارین، انشاءالله صحبتای دیگری هم در این باب داشته باشین. انشاءالله ما میشنیم باذن الله سبحانه و تعالی. بازم تشکر و سپاسگزاری میکنم. و دوستا امشب یک سوره را انتخاب بکنین که امشب هم قرائت بکنیم باذن الله. دوستا باز نیم عادت شدن میگن که شیخ تا که یک صحبت یک قرائت نکنیم ما نمیگذاریم. سوره را شما انتخاب بکنین، قرائت شما میکنم انشاءالله. آقای توحیدی خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام به شما و جمله بینندگان ای و شبای برنامه بسازین و زیبای شما. الحمدلله که ما بسیار چیز یاد گرفتیم. همچنان یک سلام خاص برادر ما شیخ بزرگوار دیگه مدنی صاحب داریم. خدا کنه که دارای صحت کامل باشن. جزاکم الله خیر. بسیار تشریحات و توضیحات مفصل. الحمدلله دیگه ما میآموزیم واقعا که ملت ما به خصوص افغانستان، به خصوص تاجیکستان، همین کشورهایی که به حساب همین فارسی زبان هستند بسیار احتیاج دارند به توحید و به باز شدن همین رای توحید، همین رای زمینه شریعت، رای قرآن، رای سنت محمد صلی الله علیه و سلم. باور کنید که 100 سال از ما دور هستیم. یعنی جزاکم الله خیر که می صاحب وقتتون در خدمت ما میگذارین، در خدمت برادران میگذارین تا که جوانا بیدار شود، آگاه شود. الحمدلله ثم الحمدلله امروز در داخل خارج کشور الحمدلله جوانا بیدار شدند. البته بدون تعصب، بدون از اینکه کینه و کدورت که دی خود تابا بزنیم. الحمدلله بین که علمی با علم و منطق و دلیل و دلایل از قرآن و سنت ان شاء الله تعالی شما آگاهی بدین یکی به دیگه. اینمیز برادر مؤمن، انما المؤمنین اخوه. اینمی برادری است که ما به خاطر جنت، به خاطر ابدی، بهشت ابدی ما شما تب تلاش کنیم. باید مسابقه داشته باشین. صحابه محمد صلی الله علیه و سلم چه حال داشتند؟ چه رقم میگن؟ چه رقم مسابقه میکردند؟ چه رقم در خیرات خود، در عبادت خود، در همه چیز خود. الحمدلله ثم الحمدلله ما میآموزیم. الحمدلله برادرای ما هستیم. این برادر ما جوانمرد موحد الحمدلله چقدر یک بیانیه بسیار مفید توضیحات مفصل درباره اسلام داده. شما ابو عمر عزیز همیشه ان شاء الله این موضوعات ای دریچه را همیشه باز میکنین، این زمینه را مساعد میکنین. الله متعال به شما دارای نصیب بگردانه ان شاء الله تعالی. ما فقط یک تشکری خاص داشتم از شما و یک دعا میکنم و شما ان شاء الله تعالی شما با ما دعا کنین که ان شاء الله جوانان ما هدایت شوند، از گمراهی و بدبختی و تعصب و جهالت ان شاء الله دور شوند. این بسیار کلان یک بزرگترین یک دعوت جهاد است که امروز این جوانان ما آگاه بیدار میشن. جزاکم الله خیر. ان شاء الله فردا باز من وقت آمدم برنامه را گرچه من از اول ندیدم ان شاء الله تکرارش میبینم. ان شاء الله بسیار جالب بوده، بسیار جالب است. الحمدلله اینمی اسلام و آموختن و اسلام، راه و روش اسلام و شریعت، عقیده را خصوصا عقیده از عقیده مردم ها دور هستند. امروز بدبختی که ما داریم اگر عقیده توحیدی را ما یاد بگیریم ملت، چه افغانستان، چه تاجیکستان، چه کشورهای اسلامی، باور کنه که هیچ مشکل پرابلم در بین خود نداریم. همه مانند برادر و یک فامیل هستیم.
بازم جزاکم الله خیرا کثیرا. انشاءالله الله متعال به شما صبر و استقامت و پایداری فراوان در این راه دعوت برای شما نصیب بگردانه. آمین یا رب العالمین. از عالم دور به طور احترام روی مبارک هر کدام شما را میبوسم، مانند از برادر اصلی هم که شما را من دوست دارم. ای که شما برادر اصلی هستی که ما را به طرف راهنمایی به طرف جنت میکنه، به طرف الله متعال میکنین. از این که خوشبختی دیگه ما داریم، بهترین خوشبختی، بهترین سعادت با ما امی است که یک برادر ما راهنمایی میکنه به طرف الله پرستی. این خوشبختی افتخار ماست، سربلندی ماست، پیروزی ماست، کامیابی ماست. دیگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله جزاک الله خیرا، احسن جزا. الله سبحانه شما را با عزت یاکم برادر عزیزم. یاکم. علیکم السلام و رحمت الله. اینجا گفتن که سوره فتح آیه 28 و 29 قرائت شود. بعضی برادرها سوره توبه را گفتن، بعضی سوره مؤمنین. آلی شیخ مدنی کدام یکی زیر بگیریم؟ شما انتخاب بکنین. یکی سوره رحمان را گفتن، الرحمن قرائت شود. شیخ بفرمایید، شیخ خود شما انتخاب بکنید. بارک الله فیک. اینجا دوستا بسیار اگر یک سوره، بعضی دوستا سوره الرحمن گفتن، بعضی سوره فتح آیه سوره الرحمن قرائت شود. یا که یک برادرها گفتن که سوره توبه، بعضی برادرها گفتن سوره فتح قرائت میکنیم آخر 28 و 29 هو الذی ارسل رسوله بالهدى را قرائت میکنیم باذن الله. جزاک الله خیر. اینا خو میکنیم. و نمیفهم سوره الرحمن بگیریم یا المؤمنون که یک صفحه قرائت میکنیم، یک صفحه دو صفحه سوره الرحمن. جزاک الله. جوانمرد برادر کدام سوره را انتخاب بکنید؟ اینجا بعضی برادرها امی الرحمن بهترین بخونید. همه سوره های قرآن زیباست، همه آیات قرآن. ان شاء الله سوره میریم به سوره رحمان، یک چند آیه قرائت میکنه، بعدا باز از حضور همه شما مرخص میشید. برادران محترم، تا وقت که با ما بودین الله سبحانه و تعالی شما را با عزت داشته باشه. ان شاء الله فردا ساعت 8 بجه به وقت جرمنی و ساعت 11:30 به وقت افغانستان و ساعت 10 به وقت مسکو و ترکیه در خدمت شما خواهم بود. الله سبحانه و تعالی اجازه بده که برای استراحت کنه که بیچاره بیخی وقتشو همه مزایش. شیخ او شیخ سنگر است. شیخ سنگر کس او شب پاک نداره. خوشا بالش همین در میدان خب ما عیف که در میدیا نبودم چند وقت، ان شاء الله که جوره میشدم خب نشد. در می کوهای پویسر گوسفندچرانی خوب مزه میته. خوب گوسفندا داشته باشید، در می کوها باشی خوب زیب میته. خب الله از توفیق عمل نصیب بکنه. الله حفظ کنه شیخ. اللهم آمین. خب الله عز وجل توفیق عمل نصیب بکنه. خب بعضی دوستا ما یک صفحه سوره توبه میگیرم و یک چند آیه از سوره رحمان میگیرم که دوستان ناراحت نشن، و چند سوره از سوره فتح ان شاء الله آخری آیش ان شاء الله خدمتی دوستا قرائت میکنم باذن الله سبحانه و تعالی. با اجازه شیخ ابو محمد المدنی و برادر بزرگوار شیخ جوانمرد بارزو. تفضل شیخ تفضل. فرمایید. انتظار ان شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين
أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه و تعالی از همه شما راضی باشد. الله عزوجل در راستای دین مبین اسلام سرفراز و کامیاب بگرداند. سبحان الله. این بود برنامه امشبی ما. دیگر الله شکر الله جزاک الله خیر. بهترین کردید. وضعیت گلونم بیخی خوب نبود، بازم الحمدلله لطف مرحمت الله سبحانه و تعالی هست. چیزی گفتنی دارین شیخ ابو محمد و جوانمرد و ابو محمد برادر محترم؟ الله شما را شیخ حفظ بکند. همه برادرای موحدی که اینجا حضور داشتند این ساعت تقریبا 4 ساعت، الله همه اینها را حفظ بکند و فهم صحیح به همه ما و شما ان شاء الله توفیق بدهد و جزاکم الله خیر الجزا. بارک الله فیکم. و یاکم ان شاء الله. بعضی دوستا خواهش کردن که شیخ ابو محمد هم قرائت بکنه. ان شاء الله شیخ ابو محمد ان شاء الله باز دیگر روزا ان شاء الله گرچه خیلی نوقت است باذن الله سبحانه و تعالی. شما خیر شیخ باشین. ابو محمد برادر چیزی گفتنی دارین؟ نه خیر شیخ چیز گفتنی ندارم. جزاک الله خیر. خب ان شاء الله جوانات برادر شما باشین، شیخ ابو محمد شما باشین. الله شما رو با عزت داشته باشه. در آخر دعا میکنیم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ذل الشرك والمشركين، اللهم عليك الظالمين بالظالمين، اللهم عليك بالطواغيت عرب والعجم، اللهم عليك بالطواغيت عرب والعجم، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك بالروافض المجوس، اللهم انصر الإخواننا المستضعفين في سبيلك وفي كل مكان، اللهم انصر من نصر الدين يا عزيز يا جبار، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم ربي زدنا علما يا عزيز يا عليم يا رب، اللهم اصلح أولادنا وأزواجنا يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك يا رب العالمين، اللهم خاتمتنا بالإيمان، اللهم احشرنا بالقرآن، اللهم توفنا بالقرآن، اللهم احينا بالقرآن، اللهم احشرنا بالقرآن، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. یا رب گناهان کبیره صغیره ما را ببخش، یا رب علم نافع برای ما عطا بکن، یا رب ما را از کبر و غرور ما را نجات بده، یا رب به ما توفیق عمل نصیب بگردان، یا رب اونهایی که اون عده برادران و خواهران ما که در سلولهای زندان هستند، خصوصا در عراق، در سوریه، در افغانستان، در کشمیر، در لیبیا، در عراق، در یمن، در نیجریه، در فیلیپین و دیگر کشورهای دنیا، در روسیه، در هر جایی که هستند، یا رب اونها را از زندان طواغیت، از زندان منافقین و مشرکین آزاد بگردان یا رب. خصوصا اون خواهران ما که در این سردی ها در خیمه های بسیار سردی قرار دارند، دلهای ما خون از دلهای ما خون جاری است یا رب العالمین. بداد و خواهرات تو برس یا رب. اونایی که یا رب العالمین به خاطر رضای تو حرکت کردن، به خاطر رضای تو یا رب العالمین مالها و جانهای خدا یا رب العالمین فدا کردن، یا رب صدای اونها را بشنو، یا رب اونها را از این مشکلات، از این سردی ها، از این خونکی ها نجات بده یا رب. یا رب اون برادران اهل سنت ما در دمشق در دست بشار اسد غاصب
در دست بشار اسد ظالم که بالاتر از 200,000 اهل سنت و الجماعت اسیر هستند، یا رب از اسارت اون خبیث نجات بده یا رب العالمین. یا رب اونها را به فامیلایشان باز بگردان یا رب العالمین. یا رب بالای امت رسول الله رحم بکن. یا رب در بین امت اتفاق و اتحاد را نصیب بکن. یا رب در بین موحدین اتفاق و اتحاد را نصیب بکن. ما را پارچه پارچه مگردان یا رب العالمین. یا رب یک کشور حقیقی که تو راضی هستی، یک دیار حقیقی تو راضی هستی یا رب برای ما بندگان روسیه نصیب بگردان. یا رب ما را توفیق بده که همیشه کلام تو را بر زبان جاری بکنیم. یا رب ترس منافقین و مشرکین را از قلب ما بیرون بکن. یا رب ما را من حیث عمر وار، عثمان وار، ابوبکر وار، مصعب وار، خالد وار یک همتی بر ما عطا بکن که یا رب در دل ما در قلب ترس نباشه یا رب العالمین. و همین رقم قدم های ما را استوار و ثابت بگردان. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.